بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. ان شاءالله که سر و حال و قبراق باشید هر کجا که هستید و انشالله که حال و هوای خونه های شما سرشار از لطف و دوستی و محبت باشه و سفره دلتان همیشه گشاده باشه برای دیگران و سرسبز و رنگ. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان در یک دیگر از برنامه های سفره دل و الله رو شاکریم که در کنار این سفره هم در این برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز کارشناس محترم برنامه رو به همراه خودمون در داخل استودیو همچنان داریم بعد از سفر حج ایشون که هرچی من اصرار کردم که جناب دکتر این کلاتون رو بردارید تا مشخص بشه از حج برگشتید، موافقت نکردن. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوعی که در برنامه گذشته با شما آغاز کردیم. من در ابتدا عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دستاندرکاران شبکه و همچنین عرض ادب و سلام و احترام خدمت تمامی بینندگان عزیز و همونطور که میبینید جناب آقای سلیمانی رو سر بنده کلاه گذاشتن و این 2 هفته است که بنده هنوز در اسارت ایشون هستم و نتونستم یکم از این دوربین دورتر برم که میگن دور باش و عزیز باش. به هر حال در خدمت شما عزیزان هستیم و انشالله که بتونیم با هم برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم در این زمینه‌ای که البته اجازه بدید من اشاره کنم که یه مقداری ما همچنین حرفایی میزنیم که احیانا بعضی از دوستان این رو به دور از نزاکت میدونن. من یادم میاد اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا حدیثی که حضرت عایشه ام المؤمنین در وصف همسران انصاریان میگن برای بچهای مکه مکرمه و اهل مکه همچنین یه مقداری روستایی مشرب بودن. خب اهل مدینه اون زمان هم انصاری‌ها یه مقداری به اصطلاح با کلاستر و شهری نشین‌تر بودن و خانم‌های مکه زیاد روشون نمیشد که هر چیزی رو بپرسن و وقتی که مؤمنان اومدن به مدینه منوره خب اهل مدینه حرفا خانم‌های حرفا حالشون نبود. هر مسئله ای میشد کوچک بزرگ فوراً یا رسول الله اگر چنین شد چیکار کنیم؟ خب تا جایی که به اصطلاح خانم‌های مکه خجالت می‌کشیدن، میگفتن خجالت می‌کشیدی حرفا چیه؟ بعداً ام المؤمنین وقتی که قضیه رو حلاجی می‌کرد می‌فرمودن که رحم الله نساء الانصار. واقعاً دمشون گرم زنای انصاری رو که لم یمنعهن الحیا، که شرم‌های بیجا مانع نمیشد که اونا از اون چیزی که نمیدونن بپرسن از فراگیری تعالیم دینیشون. بله و در دین هم هیچ حیایی نیست. هر مشکلی که هست، هر موردی که هست این رو باید بازش کرد تا بدونیم که به اصطلاح شیوه درست برخورد با این مسائل چگونه است. به هر حال در خدمت شما هستیم و امر شما و از شما بودی اشاره از ما هم با سر و کله دویدن به سوی استجابت شما. در خدمت هم جناب استاد. نفرمایید قدم رنجه فرمودید. بر دیدگان ما و بینندگان عزیز، ما در برنامه گذشته اگر همراهی کرده باشید برنامه خودتون رو در موضوعی بحث رو آغاز کردیم که پیش درآمدش رو جناب دکتر فرمودن که شاید بیان کردن این برای برخی از دوستان، برخی از بینندگان عزیز شاید احساس میکنن که این مسائل نباید مطرح بشه و مسائلی هست که بعد همینجوری پنهان باقی بمونه. اما
با سر زیر برف کردن مثل کپک نمیشه حقیقت رو کتمان کرد و خیال بکنیم که چون ما سرمون رو به حال یک گوشه پنهان کردیم و چشمون رو بستیم دیگه تمام شد مسئله و نیست و واقعیت موجود غیر از این هست. ما در موضوع تأثیر منفی فیلم‌های غیر اخلاقی و همون فیلم‌هایی که حالا به تعابیر مختلف استفاده میشه نیازی نمیبینم که بیشتر از این در این موضوع توضیح بدیم. برای عزیزانی که به هر حال مخاطب ما هستن واضح و آشکار هست مقصود و منظور ما از این فیلم‌ها و تأثیرات اونها. صحبتی رو آغاز کردیم با جناب دکتر و خلاصه ای از موضوع رو در ابتدا من دوست دارم که باز دوباره انشاءالله از جناب دکتر بشنویم. شاید عزیزانی همراه ما نبوده باشن در برنامه گذشته و شاید بعضی از عزیزان هم اون نکات مهمی رو که مطرح شده از خاطر برده باشن، به خاطر اینکه بحث ادامه پیدا بکنه و بتونیم که بهتر و کاملتر بحث رو جمع بکنیم در این موضوع انشاءالله. جناب دکتر یک خلاصه ای از آنچه گذشت برای ما بینندگان عرض بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. جناب استاد سلیمانی شما خب بچه شهرید و ما بچه روستا. اون قدیما تو روستا خدا بیامرزه پدر بزرگ یه به اصطلاح تو اتاق یک بخاری گذاشته بود. خب منطقه هم سرد بود، ما بچه های تفتانیم، خب سردی و سرما و اینا، ما می اومدیم دور همین بخاری جمع می شدیم، هیزم می انداختن تو بخاری. حالا شما تصور کن تو اون شبهای سرد این بخاری و این آتیش چه لذت و چه لطافتی داشت. الان بیایید همین آتیش رو بندازیم تو خونه، بندازیم تو خرمن، چه اتفاق خواهد افتاد؟ میسوزونه دیگه، تباهی به بار میاره، تباهی به بار، خاطرات تلخ. دقیقاً قضیه غریزه جنسی همچنین موردی رو داره که ما وقتی که این غریزه در یک بخاری، در یک چارچوبه معینی، یک محدوده مشخص به صورت سیستماتیک و درست و برنامه ریزی شده هدفمند ازش استفاده بشه، چه لطافتی داره، چه لذتی داره و چه ویژگی های خوب خاص خودش رو داره و چه نتایج مثبتی هم داره. هدفمند و کنترل شده. دقیقاً. حالا اگر این رو بندازیم تو به اصطلاح خرمن و تو خونه و تو اتاق نشیمن رو فرش دیگه، حالا بیا جمعش کن، همه ویرانی و به اصطلاح آتش سوزی و آدم سوزی و همه چیزا به اصطلاح که طرف به اصطلاح میشه تصورش کرد. دقیقاً یه غریزه است در انسان. خداوند متعال هم میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء، چیز طبیعی است، یه غریزه است، زینت داده شده برای انسان، زینت داده شده. هر انسانی تمایل داره به صورت به اصطلاح به یک گونه ای از اشباع این غریزه. حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر انسانی یه بهره ای از زنا داره. یه بهره ای از زنا هر انسانی داره. یعنی چی؟ به این معنا که انسانی تمایلاتی داره به صورت به سوی جنس مخالف و کل این جسم به این صورت میلان پیدا میکنه به جنس مخالف. حتی چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند چشم زنا میکنه. زنای چشم چیه؟ اینه که به نامحرم نگاه میکنه. گوش زنا میکنه. زنای گوش چیه؟ اینه که به حرف جنسی و حرف به اصطلاح غیر اخلاقی گوش میده و به اصطلاح گوش اون طرف خودشو جذب میکنه. دست زنا میکنه. زنای دست چیه؟ اینه که به اون طرف به اصطلاح دست میزنه، لمس میکنه یا فلان. پا به اصطلاح زنا میکنه. زنای پا هم اینه که به طرف اون معصیت پیش میره. قلب خواهش و تمناش، تمایلش این هم از همین مورد هست. و در نهایت حدیث میفرمایند که این شرمگاه هست که این مورد رو تصدیقش میکنه یا تکذیبش میکنه. آخرین مرحله که مرحله به اصطلاح شرمگاه باشه اینه که بیان میکنه که چه صورت گرفت. در برنامه پیش ما به این نقطه اشاره کردیم که مشاهده افلام فیلم‌های به اصطلاح غیر اخلاقی و مستهجن
یک نوع تمایل جنسی و یک غریزه جنسی یک طرفه‌ای رو به بار میاره. طرف داره تماشا میکنه، یه جسم فیزیکی با احساس در کنارش نیست، یه چیزایی رو به اصطلاح یک نوع غریزه در اون فعال میشه بدون وجود به اصطلاح یک محرک خارجی. همش هر چی که هست یه تصور ذهنی است، یه چشم هست، یعنی یه زنای چشم هست همراه با تمایلات قلبی و خواسته های ذهنی و یک نوع تحریک مخ و اندیشه و دماغ. یک اشباع مجازی صورت میگیره. یک اشباع مجازی صورت. در نتیجه این اشباع مخ عقل باطن فرد با این انس پیدا میکنه، یعنی عادت میکنه. این میشه راه اشباعش، راه اشباع غریزه رو اشتباه رفت اینو فکر کرد که همینه. حالا چه صورت میگیره؟ الان این فرد با حقیقت فاصله میگیره. یعنی این فرد اولا یا از کلن از ازدواج منحرف میشه، چرا که میترسه، وحشت میکنه، تمایل نشون نمیده، چون فکر میکنه که راه اشباع ذهنش به این صورت برنامه ریزی شده که این مسیر درسته، یا این مسیر رو اون رو به اصطلاح به غریزه جنسیشو اشباع میکنه. یا اینی که نه، میخواد تجربه کنه، خب اصرار داره که ازدواجش بدن، یا ازدواج میکنه یا انحراف پیدا میکنه. در هر صورت ها، چه ازدواج کرد چه انحراف پیدا کرد، اون با یک شکست روبرو میشه. دلیل این شکست چیه؟ دلیلش اینه که به اصطلاح این ذهنش عادت کرده بود با یک موجودی به اصطلاح زن در پیش اون یک موجودی برای اطفای غریزه جنسی بود. الان با یک موجودی وسیله، یک ابزار به اصطلاح اشباع کننده جنسی، یک ابزار خنثی‌گرا. اما اومد با یک موجودی روبرو شد که این موجود عاطفه داره، احساسات داره، خواسته ها داره. الان این یک رابطه دو طرفه است، دو طرفه شد که تا حالا تجربه نداره و این یه تصورات ذهنی براش ذهنش ساخته بود. این تصورات ذهنی مایه چی بود؟ اون تصاویر به اصطلاح جنسی که میدید، خب تصاویر حقیقی نبود. اون تصاویری بود که به اصطلاح گریم شده بود، ساخته شده بود. الان ذهنش یک فیلمی با یک سناریویی از پیش تعیین شده و تصاویری که تصاویر به اصطلاح زینت داده شده. این اومد هر دفعه‌ای که به اصطلاح یک به اصطلاح تصویر زیبایی رو در ذهنش میدید، از این گلچین میکرد زیباییاشو، بعد تصویر دیگر رو میدید گلچین میکرد زیباییاشو. در ذهنش یک ملاک و یک به اصطلاح فرشته آرزوهایی برای خودش ساخته بود. الان به دنبال این در میدان واقع میگرده و این وجود نداره. حتی همون چیزی که احساس میکرد واقع هستم صحنه سازی. بهترین به اصطلاح دختر دنیا رو هم به اصطلاح خوشگل‌ترین دختر دنیا رو برای ازدواج کنه، اون تصور اون رو اشباع نمیکنه. این یه موردش. یه مورد دیگه اینه که خب این فیلم میدی، تو اون فیلم به اصطلاح خب فیلم هست، فیلم به اصطلاح یک فیلمی که اون در ظرف 10 دقیقه میدید، این فیلم شاید یه ماه روش کار شده بود. خب تصاویر مختلف، دوربین‌های مختلف جمع‌آوری شده بود با نورپردازی ها، آرایش ها، همه اینها. یک سناریوی بازی شده بود، یک صدا انداخته شده بود روش، یک به هر حال فیلم بود. الان این تو این فیلم به اصطلاح این فیلم برای اغراض سیاسی خاصی، اغراض اقتصادی خاصی، به هر حال برای یک اهداف خاصی برنامه ریزی شده بود. الان این طرف میخواد که همون پهلوان فیلم باشه، بازیگر فیلم باشه و میبینه که نه، یعنی خودش حاکم بر کل رابطه باشه، بر اون به اصطلاح با اون فضایی که تو تصورش هست میبینه که فاصلش خیلی زیاد هست. خب وقتی که اینطور خودش رو احساس میکنه با یک شکست نفسی بسیار شدیدی روبرو میشه. احساس شکست میکنه، احساس میکنه که نتونست اون شخص باشه. در ثانی هم احساس میکنه که طرف مقابل هم از اون، حالا طرف مقابل شاید اصلا تو تصورش این چیزا نباشه، این در ذهنش میاد که طرف مقابل همچنین انتظاراتی از اون داشت و انتظارات او رو برآورده نکرد. در مقابل اون احساس حقارت میکنه، در خودش شکست پیدا میکنه، دچار یک نوع اکتئاب، یک نوع استرس، یک نوع پریشانی میشه، دچار یک بحران میشه، دچار یک بحران نفسی میشه. این باعث میشه که دیگه اصلا روابط خانوادگیش، همین روابط به اصطلاح
سرد میشه، زوارشویی به اصطلاح زناشوییش. زناشوییش سرد میشه، ضعف جنسی پیدا میکنه، از همه چیز دور میشه، از این مجال گریزان میشه کاملا. دقیقاً دور برمیگرده به همون انزوای خودش. به اون انزوا هم که نمیتونه برگرده، چون که به اصطلاح در اون انزوا مدتی رو سیر میکنه، دچار دوگانگی شده. دچار دوگانگی شده. بعد هم اون به اصطلاح رفتن تو میدان انحلال اخلاقی، خب مثل یک آسپرین هست. شما یه وقتی یک مسکنی رو استفاده میکنید، با یک روزای اول همین که بوش میکردید به اصطلاح سردرد میرفت. الان بعد شروع کردی یه قرص میخوردید، یه هفته گذشت یه قرص جوابگو نشد، بعد 2 قرص میخورید، الان کیلو میخورید باز هم جوابگو نیست. من یاد جناب دکتر این پرانتز باز کنیم، یاد این سوسکا انداخت. اوایل سوسک رو که می اومدیم از این اسپری های حشره‌کشا بهش میزدیم، در جا لنگای شوا میشد و 4 ثانیه بعد میمرد. الان میزنیم همینجوری شاخ و شونه میکشه و قشنگتر قوی‌تر میشه و حالا نسل جدیدشون پرواز هم میکنن. یعنی از شوخی هم که بگذاریم، بعد از یک مدت خود به خود اون تاثیر هم دیگه نیست. دقیقاً می‌بینید در همین انحرافی که صورت میگیره، طرف اصلا چطور شکار این فیلم‌های مبتذل میشه. یک ایمیل به اصطلاح مجهولی براش اومد، یه عکسی یک سایتی ناخودآگاه باز شد، از باب فضولی یک ورقی زد و یه دیدی انداخت. خب بعد فوراً احساس کرد که کار بسیار زشتی میکنه، خودش رو کنار کشید. روز بعد باز دلش میاد که باز ببینه چی بود. خب تحریک میشه، میره دنبالش میگرده، سرچ میکنه، میاد با اون کم کم 1 بار 2 بار 3 بار و هر باری به اصطلاح ضمیرش اون رو ملامت میکنه. بار اول ملامت شدید بود، احساس کرد، توبه کرد. بار دوم کم رنگتر شد، کم کم به یک عادت مبدل شد. این عادت می‌بینیم ما چیزی که می‌خوایم، عادت چجور به وجود میاد در انسان؟ فرق مثلا بین عادت و اعتیاد. عادت اینطوریه که ما مثلا یه محرک داریم، یه محرکی چیزی ما رو به این چیزی که بس تو ذهنمون هست تذکر میده. مثلا اذان ما رو تذکر میده که نماز بخونیم. خب نماز ادا میکنیم، بعد از هر عادتی یه جایزه باید ما بگیریم. جایزه ای که به اصطلاح همین که نماز خوندیم یه احساس آرامش کردیم، یعنی یه چیزی ما رو تذکر داد، یه فعل فیزیکی ما انجام دادیم، بعد از اون یک جایزه گرفتیم که احساس آرامش بود، احساس این بود که مثلا من نماز شب رو در جماعت خوندم، نماز صبح رو در جماعت خوندم، ان شاءالله که دیگه احساس میکنم که همه شب برام اجر قیام اللیل نوشته شد و همچنین. همین ادای مسئولیت خودش برای انسان یک احساس خوبی به همراه میاره. دقیقاً. یعنی من عادت کردم، وقتی که به اصطلاح به خودم عادت دادم، همین که خورشید بالا میاد، همین که ساعت 8 میشه برم سر کار. بله. رسیدن به اصطلاح ساعت 8 یا بالا اومدن خورشید، رفتن سر کار، این اگه نرم یه نوع ملامتی ایجاد میشه. خب یه چیزی که من روتینی که باش عادت کردم. اما یه وقتی میشه که همین روتین به اصطلاح احساس اون فایده‌ای که ازش میگیریم غیر طبیعی است. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد یه پک مواد مخدر میزنه، یه احساس نشوه و لذت بیش حد اندازه‌ای میکنه. خب این احساس لذت رو بله دقیقاً، و این رو کم کم دیگه به حالتی در میاره که این الان نمیتونه از این فضا دور بشه. یعنی اون تجربه اون لذت کاذب میخواد دوباره تجربه بکنه، لذت دوباره و دوباره و دوباره و 3 باره و 10 باره تا این لذت رو، لذت وهمی رو در خودش داشته باشه. دقیقاً همچین حالتی صورت میگیره. بعد از اینکه طرف عادت کرد به فیلم های مستهجن، الان هر 2 ساعتی هر روزی سری میزد، کم کم بیشتر شد، الان احساس میکنه که نمیتونه از اینا فاصله بگیره، باید، و احیانا از کارش میگذره، از وظیفهش میگذره، از خوابش میگذره، از راحتیش میگذره در دنبال کردن این فیلم های غیر اخلاقی. این احساس از کجا وجود میاد؟ چرا اینطوری میشه؟ این احساس همون به اصطلاح غریزه بود که اون رو تحریک کرد. اول به مرحله عادت رسید، بعد از این احساس میکرد که نه، دنبال اول به اصطلاح یک
به اصطلاح گشتی میزد. الان نه، الان سرچ میکنه، هر سایتی رو که باز میکنه 2 دقیقه 3 دقیقه روش زیاد و به اصطلاح ور نمیره، میره سایت دیگه. همینطور بعد به یک مرحله میرسه که این اصلا براش اشباع کننده نیست، اون غریزه باش اونس گرفت، عادی شد. الان دنبال چی هست؟ دنبال بالاترش هست. بالاترش چی هست؟ چیزهای به اصطلاح شاذتر. خب هم جنسگرایی، نمیدونم رابطه جنسی با حیوانات، با کودکان، با محارم، اون چیزی که اصلا در ذهن اون یه چیز بسیار منفور بود، الان باش اونس گرفت. اون نفرت و اون زشتی و اون به اصطلاح حالتی که باش داشت که به اصطلاح قبلا اگر میشنید استفراغش میگرفت، الان داره نه تماشاش میکنه و لذت هم میبره. دقیقاً مثل همون عادت کردن در یک فضایی که انسان وقتی وارد میشه بوی تعفنی در یک فضا هست یا بوی ناخوشایندی هست، ابتدا انسان رو آزار میده، اما اگر اونجا مون چند روزی گذشت کم کم عادت میکنه، عادت میگه که احساسش نمیکنه. این درست همین صورت میگیره. بعد از مدتی بیاد این طرف هیچی که از این تصاویر، از این فیلم ها براش لذت بخش نیست. اینجاست که تقریبا تخلیه جنسی شده. کلن به اصطلاح انسانی شده که به اصطلاح تاریخ مصرفش تموم شد. هیچ به اصطلاح نه از این لذت میبره و در همین مراحلی که هست، گیر و دار هست، احیانا بیاد به اصطلاح یه فضایی برای خودش جستجو میکنه که اون چی رو که دیده تجربهش کنه. اینجاست که دیگه دست به انحرافات عمیق میزنه، باعث میشه که به اصطلاح خشونت به بار بیاره، به اصطلاح دیگه به هر حال یه انسان کلا زوار در رفته‌ای میشه که دیگه نه از اخلاق چیزی سرش میشه، نه از مبادئ و احترام و نمیدونم عرف و جامعه و هیچی براش مهم نیست. دقیقاً مثل یک معتاد که وقتی که اعتیادش برسه حاضر هر چه دار و ندارش و ناموسش رو هم بفروشه. به خاطر چی؟ به خاطر به اصطلاح اشباع اون غریزه ای که توش اون رو به از یک حالت انسانی به یک حالت حیوانی در آورده. فرق ما به اصطلاح همین غریزه در حیوان هم هست. ما یک قدرت کنترل داریم که اون عقلمون باشه. عقل که ما رو جهت دهی میکنه. این غریزه رو ما کنترل میکنیم با مهار عقل. خب الان این غریزه وقتی که طغیان میکنه بر عقل و بر منطق چیره میشه، اونجاست دیگه عقل کلا از کار میفته، غریزه است که حرکت میکنه. قضیه میشه دقیقاً اون چیزی که به اصطلاح حیوان انجام میده. اما چون که در حیوان یه غریزه است، عقل نیست، همین غریزه حالت طبیعی پیدا کرده و داره به اصطلاح رول و روتین خاص خودش رو میره، نه مستهجن شده نه به اصطلاح جنایت به بار میاره. اما چون که در ما این غریزه به اصطلاح حد و مرز داره، جامعه ای هست، احتراماتی هست، این غریزه در برخی از افراد بر عقل چیره پیدا کرده. اینه که در مقابل افراد دیگه جامعه احساس میکنه که جامعه براش سد قرار داده، میخواد این سدا رو بشکنه. شکستن این سدا یعنی آدم کشی، یعنی تجاوز، یعنی ارتکاب هر گونه بزهکاری و جرم و جنایت. چون دکتر صحبت از اعتیاد کردید، الان اگر خدای نکرده شخصی مبتلاست به این مصیبت، چگونه احساس بکنه که الان محتاج شده؟ خب ما در اعتیاد مثلا به موضوعات مثل دخانیات یا بعضی از نوشیدنی ها یا هر چیز دیگری، بعضی از اون قرص هایی که مثلا احساس میکنن که با آرامش میرسن استفاده میکنن عده‌ای، تا حدودی نشانه هایی داره، اثراتی داره. شاید کسی بگه خب من برای تنوع، برای همینجوری کنجکاوی دارم نگاه میکنم. چطور متوجه میشه که محتاج شده به این چیز؟ مرحله اعتیاد مرحله فقدان کنترل هست. وقتی که طرف به اصطلاح نمیتونه خودش رو مهار کنه، مهار گسیخته شده. وقتی که به اصطلاح طرف میخواد، یه وقتی هست که به اصطلاح احساس به اصطلاح یک نوع ضمیرش اون رو تأنیب میکنه، ضمیرش اون رو سرزنش میکنه. این
فرصتی هست که به اصطلاح طرف میتونه فضای بازگشت براش مهیاست. یه بار تصویری رو دید، یه بار فیلمی رو دید، فوراً خودش رو سرزنش کرد، بازگشت. این حالتی هست که به اصطلاح این اعتیاد تازه شروع شده و مرحله عادت هست. اما یه وقتی هست که دیگه اصلا اون ضمیرش کمرنگ شده. مثلا وقتی که طرف میگه که والله من این فیلم ها رو میبینم اما برام هیچ به اصطلاح احساس نمی کنم که چیز بدی هست فلانی هست، این وقتیه که دیگه ضمیر کمرنگ شده، این طرف تو چاله افتاده، داره خودش رو گول میزنه. نه اینکه احساس نمیکنه. اگر احساس نمیکنه واقعا، اگر هیچ چیزی نیست و راست میگی، خب برو تو کنار، ولش کن. همین افرادی که به اصطلاح مثلا سیگار میکشن میگن نه ما همچنین عشقی میزنیم آقا فلان الان. خب اگر راست میگی برامون مهم نیست و هر وقت هم بخوام به اصطلاح میتونم ترکش کنم. خب ترکش کن اگر راست میگی. این گول زدن خوده. خب این طرف احساسی که به اصطلاح یه مقدار در ابتدا وقتی که احساس به گناه هست، خب این احساس گناه اون رو اذیت میکنه. چیکار میکنه؟ خودش رو گول میزنه. این احساس داخلی هست، از داخلش به اصطلاح یک صدای ضمیر هست، صدای وجدان هست که بهش میگه آهای، صدای عقل هست که های غریزه حد خودت رو داشته باش. بعد میخواد که خودش رو گول بزنه، میگه که نه من مراعات میکنم، من حواسم جمعه، تو به اصطلاح فکریت نباشه آقا عقل وجدان جان تو بگیر بخواب که من بیدارم. خب این کم کم دیگه به حدی میرسه که این خودش رو نمیتونه کنترل کنه. همینی که هر 2 ساعتی هر 3 ساعتی میخواد به اصطلاح یک ساعت جدید رو تجربه کنه، یه افراد جدید رو ببینه، یه فیلم جدید رو ببینه. این حالت اعتیاد هست، خودش رو نمیتونه کنترل کنه. خب همیشه دنبال این غریزه است و این افراد کم کم دیگه دچار یک نوع بیماری های ذهنی روحی روانی میشن، همیشه پریشان حال هستند، در روابط اجتماعی دچار مشکل میشن، در روابط خانوادگی دچار مشکل میشن، در روابطشون با خودشون دچار مشکل میشن. این قضیه چی است؟ قضیه است که اصلا طرف ایمانش روز به روز پژمرده تر میشه تا حد مرگ میرسه. وقتی که ایمان مرد، موتور محرکه اصلی از بین میره دیگه، هیچ دیگه هیچ کنترلی هیچ مهاری نداره دیگه، ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه تا اینکه از کار میافته. وقتی که ایمانش از دست رفت دیگه هیچ مهار و هیچ بسیار کنترلی بر خودش نداره. این حالتی هست که دیگه اعتیاد خیلی عمیق شده و بازگشتش نیاز به یک مثلا انقلاب درونی و یک توبه راسخ و بازگشت به اصطلاح جدی و صادقانه میخواد. حالا در مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد جناب دکتر. من از بینندگان عزیزی که سوالی دارن در این مورد تقاضا دارم که سوالاتون رو میتونید با ما در میان بگذارید، بفرستید از طریق واتساپ یا از طریق صفحه فیسبوک سفره دل. ان شاء الله شماره‌ای که زیرنویس شده میتونید با ما مکاتبه بکنید و ان شاء الله در همین برنامه قبل از پایان برنامه ان شاء الله به سوال‌های شما پاسخ خواهیم داد حتما. و چند تا سوالی هم در همین موضوع به دست ما رسیده از برنامه گذشته تا الان و ان شاء الله اینها را مطرح خواهیم کرد. جناب دکتر، غالبا اعتیاد وقتی که صحبت از اعتیاد میشه و یک جایگزینی براش پیدا میشه، انسان به نظر میاد حالا که راحت تر میتونه با این اعتیاد کنار بیاد و میتونه که حداقل مثلا با رجوع به این جایگزین که تا حدودی شاید بهتر از اون گزینه اولی هم باشه از شر اون اولی خلاص بشه. و الان ما در مسئله این بحث اعتیاد به این فیلم های غیر اخلاقی، کسانی که ازدواج کردن مشاهده میکنیم احیانا که این عده متاسفانه هنوز مبتلا هستن به این موضوع. کلا تأثیر این فیلم ها رو بر کانون زناشویی چطور میبینید شما؟ با توجه به اینکه اینجا دیگه حداقل به نظر میاد کسی که در این موضوع داخل شده و اینجا الان در این مسئله ازدواج کرده دیگه نباید مبتلا باشه به این موضوع. در حقیقت این بیماری، حالا چه در افرادی که قبل از ازدواج به اصطلاح مبتلا به این بیماری باشن، ابتلا به این بیماری با مثلا ما بخوایم که به اصطلاح این طرف رو از این منجلابی که توش هست نجات بدیم،
خب مثلا کسی دچار بیماری خود ارضایی شده، خب خانواده میخوان که از این مشکل و از این بحرانی که این پسر یا دختر به اصطلاح گرفتار هست اون رو به اصطلاح بیارن که نجاتش بدن، ازدواجش بدن. این راه حل نیست. این میتونه جزئی از حل باشه، نه خود حل. کسی که مبتلا به اصطلاح فیلم‌های تماشای فیلم‌های غیر اخلاقی هست، ما بخوایم با ازدواج اون رو به اصطلاح اصلاح کنیم نمیشه. چرا؟ چون که این یک در یه فضای دیگه است. این فضا اصلاً با قانون خانواده کلا در تضاد هست. یعنی ما همون به اصطلاح حکایت خودمون، حکایت بخاری، ما میخوایم که به اصطلاح این آتشی که تو خرمن افتاده، این آتشی که به اصطلاح رو فرش انداختیم، این رو بیاریم بندازیم دوباره توی بخاری. درسته، ما آوردیم بخاری رو درست دوباره به اصطلاح روشن کردیم، اما این آتش بیرون رو میخوایم چیکار؟ اون هنوز شعله‌وره. اون هنوز شعله‌وره و به اصطلاح الان دیگه برای ما اون بخاری اصلا فاقد ارزش هست. میخوایم چیکار کنیم؟ ما الان توی درد دیگه گرفتاریم. خب اینه که به اصطلاح افرادی که قبل از ازدواج با این بیماری مبتلا هستند باید قبل از اینکه ازدواج کنن خودشون این مسئله رو به اصطلاح حل کنن و حتی اگر حل هم کردن منتظر به اصطلاح پیامدهاش باشن که اون به اصطلاح دقیق هست دیگه. این به اصطلاح یک حقیقت هست که به اصطلاح آیه قرآن کریم که الذین اجتنبوا السیئات، اونایی که خودشونو تو یک به اصطلاح منجلابی انداختن، امکان نداره که اونا با کسایی که با الذین آمنوا و عملوا الصالحات برابر باشن. امکان نداره که کسی که به اصطلاح در یک عفت، یک جوونی که عفت داشته، ایمان داشته، خودش رو کنترل کرده، امکان نداره با اونی که فاسق بوده برابر بشه. این انحلالی داشته. ببینید در حدیثی زیباست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اونهایی که شراب میخورن توی دنیا در آخرت از لذت شراب بهشت محروم میشن اگه توبه نکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اینی که شما در یک فسادی رفتی که اون تصوری که بسیار در ذهن بعضی ها هست که آقا من این حد و مرزهایی رو که دین گذاشته، این حد و مرزها آقا مخالف آزادی هست. این تصور احمقانه. نتیجه چه هست؟ این تصور اینه که آقا این طرف ندونسته، هنوز نمیدونه خداوند یعنی چی، خالق یعنی چی. آقا وقتی که خالق و آفریدگار تو میگه این کارو نکن، به خاطر چی هست؟ به خاطر اینی که میخواد به تو آزادی بده. میگه که آقا دست به این چاقو نزن که دست تو رو میبره، بهت آزادی میده تا لذت ببری از زندگی. وقتی خداوند یک مرزهایی میذاره برای مثلا مسائل جنسی، یعنی اینی که میخواد تو از این نعمت و از این قدرتی که خداوند بهت داده بیشترین استفاده رو بکنی، بهترین لذت رو ببری. وقتی که تو میایی از این چارچوب میای بیرون، خب دیگه خودت رو تو منجلاب میندازی، الان از اون لذتی که به اصطلاح طبیعی هست محروم میشی، از اون فایده به اصطلاح محروم میشی. برای همین کسایی که به اصطلاح انحلال اخلاقی دارن وقتی میان ازدواج میکنن از لذت طبیعی ازدواج محروم میشن. پژوهش‌های علمی چی میگه؟ پژوهش‌های علمی که خود غربی ها اینا رو به اصطلاح تقدیم کردن، اون افرادی که در فیلم‌های جنسی نقش ایفا میکنن، خب اینا با یک داروهای به اصطلاح نشاط آور، با یک داروهای تحریک آمیز اینا بهشون تزریق میشه و مقدار زیادی از این دارو تزریق میشه تا بتونن اون فیلم رو به نحوه که کارگردان برنامه ریزی کرده اون رو اداش کنن. میگه که حد اکثر مدت زمانی که این افراد
میتونن نقش ایفا کنن و میتونن به اصطلاح از غریزه جنسیشون استفاده کنن، حد اکثر مدت زمانش 5 سال هست. بعد از 5 سال اینها از نظر جنسی کلا خنثی میشن، چون دیگه بدن اون طاقت رو نداره، فقط به خاطر بیشتر از حد توانش بوده، به خاطر به اصطلاح کسب درآمد همچنین رولی رو، همچنین نقشی رو بازی میکردن. 5 سال نگذشته تموم شد، الان نه درآمدی و نه فیلمی و نه زندگی. کلا این هاییست که به اصطلاح میبینیم که بعد از این که از کار و از فیلم و از نمیدونم بازیگری اخراج میشن، خیلیشون دست به خودکشی میزنن. خیلی چیز طبیعی است. این طرف اومد خودش رو توی منجلاب انداخت، الان میاد ازدواج کنه، ازدواجش این طرفی که به اصطلاح مبتلا هست، این وقتی که ازدواج کرد، همونطور که در ابتدا برنامه گفتیم که این طرف میاد دیدش برای به خانمش یک خنثی کننده جنسی است، خب که در مقابل این خنثی کننده جنسی خودش رو ناتوان میبینه، یک دید صنعتی داره بهش. دقیقاً. و خودش رو هم احساس میکنه که نمیتونه اون نقشی که تو فیلم تو ذهنش هست ایفا کنه. در ثانی اون به اصطلاح شخصی رو که میخواست هم جلوی چشمش نداره، اون چیزی که به اصطلاح تو مخش هست جلو روش هم نیست. و این به زنش به عنوان به این مورد نگاه میکنه، در حالی که زن یه انسان هست، عاطفه داره. خداوند متعال زن رو خلق کرد لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خب آرامش، رحمت، مودت، شفقت، این معانی رو اصلا اون باش آشنایی نداره، اونس نداره، اصلا نمیخواد، نمیتونه احساسش کنه. تو این دنیا نیست اصلا، تو این با اصلا نیست. خب وقتی که اینطور باشه دیگه این رابطه زناشویی روز به روز به سردی میگذره. الان ما ببینیم بیشترین آمار طلاق که هست بعد از ازدواج در همون ماهای اول. یکی از بزرگترین معضلاتی که در جامعه ما هست همین است و این هم نتیجه اون اشتباهی که به اصطلاح افراد داشتن که به خاطر به اصطلاح انحرافات اخلاقی که یکیش همین به اصطلاح فیلم‌های مستهجن باشه، راه رو خطا رفتن، بیماری مثل به اصطلاح چشم چرانی و نمیدونم خود ارضایی و به اصطلاح این تصورات ذهنی اشباع غریزه به صورت وهمی به این دچار شدن. الان در میدان حقیقت دست و پاشون رو گم کردن و نمیتونن به اصطلاح یک زندگی پرعاطفه و یک زندگی طبیعی رو تجربه کنن و داشته باشن. اینو که آمار طلاق بالا میره. این در افرادی که به اصطلاح قبل از ازدواج دچار همچنین مشکلاتی شدن. اما وقتی که طرف ازدواج کرد، طرف ازدواج کرده، چند سالی از زندگیش گذشته، همه چیز رو براست، از زندگیش لذت میبره، یهو بنا به دلایلی دچار همچنین به اصطلاح بیماری شد. حالا خودش منحرف شد، نمیدونم زمینه خارجی وجود داشت، دوستی، نمیدونم فضایی به وجود اومد، حالا توی منجلاب افتاد. و احتمال هم داره در خیلی از موارد اینه که همسرش اون رو به این سو سوق داد. اون به دلایلی است که به اصطلاح همسر اومد کم مهری کرد، بی مهری کرد، یا مثلا همسر در یک اوهام دیگه زندگی میکنه. اینایی که مثلا همسراشون زیاد سفر میرن دیدن پدر مادر و یه ماه دو ماه گم و گور هست، رفته روستا، خوشه اونجا به اصطلاح دوستای قدیم و هم بازی‌ها و نمیدونم اون فضا، یا مثلا خواهرایی داره یا اطرافیایی داره که با اونا انس گرفته و در حال از در حق شوهرش کم مهری میکنه. اینی که از مواردی هست که به اصطلاح شوهر رو به این صورت سوق میده، یا همسر بیمار هست و نیازهای شوهر رو نمیتونه اشباع کنه و خود شوهر این جرأت رو نداره این
به اصطلاح فکر رو نداره، این اندیشه رو نداره که یک مسیر صحیح درستی رو پیش ببره. یا حتی شاید روش هم نمیشه که مطرح بکنیم مسئله رو با همسرش، یا اگه که به این مرحله است که نمیتونه با همسرش مطرح کنه که دیگه این واویلاست دیگه، این رو نمیشه اسمش رو گذاشت خجالت، این شد دیگه حالا چی اسمش واسش، چه واژه‌ای رو شما میتونید پیدا کنید دیگه این. حالا جناب تو این موضوعی که حالا چون همون موضوع که در ابتدا گفتیم شرمی در این موارد نیست مطرح کردنش، الان همسری که مثلا میره سفر 1 ماه 2 ماه، حالا حتی مردش هم شاید این مسئله برای مردم پیش بیاد که خب خانم رو تنها بگذاره، از دو طرف از جریان و به هر حال این موضوع رو مهم نیست براش، توجه نمیکنه و حالا یکی وقتی از طرف مجبوره، یعنی هیچ راهی نداره، مجبور، یک سفر اجباری هست، سفر کاری هست، سفر تحصیلی هست، مجبوره، طرف کارشاری نداره، باید بره. اما خیلی وقتها هم فرموده شما شاید سفرهایی هست، اتفاقاتی میفته یا شاید غیر از این. ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه میفهمد ما اگر در رمضان از ما روزه قضا میشد، این روزه رو تا شعبان یا رجب سال بعدش ما به تأخیر میافتاد تا این قضایی رو به جای بیاریم، به خاطر اینکه به خاطر رعایت حال رسول صلی الله علیه و سلم که نکنه که این روزه‌ای که ما گرفتیم، قضایی که ما به جای آوردیم سبب بشه تا برخی از خواسته های رسول صلی الله علیه و سلم برآورده نشه و این اتفاقات هم میفته. شاید باشه، یعنی من میگم حالا شاید این رو درواسی ها یا صراحت لهجه نباشه، یک کسی خجالت بکشه روش نبگه، شاید خانمم ناراحت میشه، شاید بهش بر میخوره، شاید این اتفاقا شاید باشه. دقیقاً اینه که به اصطلاح وقتی ما تو مسائل فقهی هم نگاه میکنیم، فقها به این مورد اشاره میکنن که خانم مثلا اجازه نداره بدون اجازه شوهرش روزه بگیره. خب این واسه همین مورد است، به جز روزه رمضان مثلا. رمضان هم شوهر روزه است همون. خب قضیه اینجاست که و احیانا همین عرف سائد در جامعه و به خصوص وقتی که شوهر اون اعتماد به اصطلاح اعتماد رو همسرش نداره، چون که زن خیلی دهن لق هست، هر جا رسید به اصطلاح یه جوری به اصطلاح حرفی که تو دهنش باشه این رو شوهر میترسه که جایی به اصطلاح یه حرفی بهش زد بره پیش باباش، پیش نمیدونم خانواده‌اش، پیش خواهراش این حرفو مطرح کنه و اون حیا و اون به اصطلاح عرفی که تو جامعه سائد هست باعث میشه که به اصطلاح خیلی روش نشه. خب این موارد همه میتونه به اصطلاح باعث بشه که شوهر به این انحراف کشیده بشه. یعنی عدم ارضای رابطه جنسی در رابطه زناشویی یکی از عواملیه که طرف رو میکشونه، حالا طرف مقابل رو حداقل وادار میکنه به رجوع به این مسائل. حالا وقتی که این طرف اومد تو این منجلاب گیر کرد، همون حکایت پیشین به وجود میاد. یهو میبینه که آقا منی که به اصطلاح تو یک گود بودم و یه نقشی رو ایفا میکردم، الان میبینه که نه آقا من خیلی پرتم، یه مسائل دیگه هست، یک نمیدونم قدرت‌های غیر طبیعی هست، یه نمیدونم فلان. الانه که دنبال چی میگرده؟ دنبال به دست آوردن همین قدرت‌های خیالی. جالب اینجاست که پژوهش‌های علمی میگه که جوانای ایرانی و شرقی به طور عموم بیشتر گول فیلم‌های غربی رو میخورن تا جوانای غربی. چرا؟ چون جوان غربی از بس این فیلم ها رو دیده و از بس پشت صحنه های این فیلم ها رو میدونه که آقا این فیلم با 20 تا به اصطلاح دوربین ضبط شد، با کلی به هر حال پیش زمینه ها و این همه این تصاویر به هم چسبونده شده، همه اینها. خب یه سناریو نوشته شده، یه نمیدونم فیلم بردار، چند تا فیلم بردار بوده، نمیدونم چند تا بازیگر بوده، بعد این فیلم ها با هم جمع شده، با هم ترکیب شده. این همه دوربین ها الان که ما هستیم، این آقا دوربین هست، این هم یه دوربینی هست که باز به اصطلاح هر دو تا رو با هم نشونن، باز این یه دوربین هست که به اصطلاح یه مورد به اصطلاح شما رو نشون میده. اینا رو همه رو با هم جمع میکنه کارگردان، خب کنار هم میذاره، بعد از اون میاد خب یه صدا برداری دیگه هست. یعنی همین فیلمی که به اصطلاح طرف میاد اون رو در ظرف 10 دقیقه میبینه، این روش یه ماه کار شده. شاید اصلا خود کارگردان هم همچین تجربه با همسر خودش نداشته در واقعی. کارگردان خود همین فیلم
حتما نداشته، چون که این تجربه ای که اونجا به تصویر میکشه این تجربه ای که به اصطلاح یک کار صنعتیه، یک کار صنعتی اصلا وجود خارجی امکان نداره که داشته باشه. این غیر طبیعی است. حتی با به اصطلاح مثل این فیلم‌های هندی که یک نفر 40 نفر رو میکشه و ماشین پرواز میکنه و این فیلم‌های چینی از این درخت میپره، یه چیزی توی مایه است. دقیقاً. خب این یه چیزی ساختگی هست. اون میدونه وقتی که این فیلم رو نگاه میکنه با توجه به پیش زمینه‌ای که از پشت پرده داره، میبینه که آقا اینا همه فیلمه، بهش توجه نمیکنه. اما این بیچاره شرقی ما، ایرانی ما یا افغانی یا تاجیکی ما که تو این منجلاب افتاده فکر میکنه هو چه خبره، من کجا بودم اینا کجا، مثلا محروم بودم. بعد دیگه دنبال همون داروها میگرده و نمیدونم فلان میکنه. اینی که میبینیم که در کشور ما این داروها زیر زمینی با چه قیمت‌های بالایی فروش میرسه. کافیه که جناب دکتر در تکمیل صحبت شما کافیه که بعضی از تلویزیون‌هایی که مثلا فارسی زبان هست خارج از کشور هم پخش میشه نگاه بکنین، بیشترین تبلیغاتی که در این تلویزیون‌ها هست نمیدونم ناتوانی‌های جنسی و فلان و فلان، یعنی تو همین ماحول میچرخه، همین تبلیغات و دارو و قرص و نمیدونم فلان و فلان و فلان و هر چیزی که هست چقدر با آب و تاب تشویق میکنن بیننده رو. این فیلم‌ها رو که به اصطلاح برای چی ساختن؟ هدف هم همینه که این به اصطلاح موارد رو در جامعه گسترش بدن، یه بازاری برای خودشون میکنن. یه بازاریابی هست. خب یه فیلم نمیدونم فلان، دقیقاً همون چیزی که مثلا طرف میاد پفک رو به اصطلاح تبلیغات میکنه، یه بچه یه پفک میندازه تو دهنش 4 تا فیلو حریف میشه، نمیدونم آقا نوشابه میزنه بالا، نمیدونم پرواز میکنه و فلان. این بازار که اتفاقا طرفدارش هم زیاده، چون مخاطبین هم نیاز جنسی که به هر حال یک جزئی از وجود انسان هست و برداشت ناصحیح و عدم اطلاعات کافی نسبت به این موضوع هم مزید بر علت میشه تا طرف سریع فریب بخوره در این بازار. وقتی هم که فریب خورد دیگه دنبال همین داروهاست. اونم چون که به اصطلاح تو بازار نیست زیرزمینی میشه، زیرزمینیش بازار سیاه شد، بازار سیاه شد دیگه، حالا تقلبیش جای خودش، همون اصلیش هم که به اصطلاح خودش اصلا همون اصلیش هم تقلب هست، دروغ هست، یه وهم هست. خب یه وهم رو به اصطلاح میفروشند، این طرف به جای اینی که به اصطلاح قدرت جنسیش بالا بره بعدتر دچار 1001 بیماری‌های جنسی میشه. خب ضعف ناتوانی به اصطلاح جسمی پیدا میکنه، ماهیچه‌هاش از بین میره، استخوناش از بین میره، مخش داغون میشه، لرزش اندام پیدا میکنه، اگه اصلا قدرت تمرکزش اصلا از بین میره. همه این مسائل، این بیماری‌ها جای خودش. این طرف اومد وقتی که میاد باز هم میبینه که نه خیر، هنوز با اون تصور ذهنی که به اصطلاح براش ایجاد شده خیلی فاصله داره و خود به اصطلاح اون تصاویر به اصطلاح شاذی که دیده اون رو میخواد به اصطلاح عملی اجرا کنه، نه اینکه تنها تو حرام میره، به اصطلاح در محوطه حرام میره، همیشه دنبال یک به اصطلاح حالتی هست، حالت بیمارگونه. اون فضای عاطفی که داشت اون کلا از بین رفت. الان این فضای عاطفی به یک فضای پرتنش و خشونت به اصطلاح تبدیل میشه. این فضای پرتنش و خشونتی که به اصطلاح زود تموم میشه و زود به اصطلاح خودش رو از دست میده، اون نشوه و اون غریزش به اصطلاح از بین میره، بعد از اون دچار یک نوع اکتئاب میشه، احساس میکنه که شکست خورده، اعتماد به نفسش از بین میره، بدبینی به وجود میاد، تصورش از اون زنی که به اصطلاح پیشش ملاک رحمت، عفت، شرافت، غیرت، ناموس بود، الان دیدش به این زن به عنوان یک که به اصطلاح موجودی که همیشه در پی مال و ثروت هست، همیشه به اصطلاح در پی شهوت سیری ناپذیری هست که به اون دست پیدا کنه، همیشه چشمش به دیگران بد هست و همیشه در پی به اصطلاح چشم چرانی هست. اون زن کلا در چشمش موجود منفوری میشه. چرا؟ چون که همچنین تصویری اصطلاح از زن در ذهنش تداعی شد بعد از اینکه به اصطلاح زن رمز عفت و تسکنو الیها آرامش بود، مودت و رحمت بود، اون انسانی بود که تکامل براش ایجاد کرده بود،
اون انسانی بود که به اصطلاح بدون اون زندگی کردن محال بود. لباسهن لباس لکم انتم لباس دقیقاً لهن. اون انسانی که ببینید وقتی که به اصطلاح قرآن کریم میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی یک نوع تکاملی به وجود میاد، یک زینتی به وجود میاد. انسان وقتی که به اصطلاح ازدواج نکرده خودش رو مثل موجودی لخت و عاری میبینه که همه چشما اون رو به اصطلاح میپاله و احساس میکنه که به اصطلاح در احساس شرم و حیا میکنه، یه چیزی کم داره. وقتی که این لباس رو پوشید خیلی مثلا برای خودش کلاس میذاره. میبینید که به اصطلاح تازه دامادا رو ببین چه غروری دارن. همین پسری که به اصطلاح همین جوونی که تا دیروز وقتی تو مجلس میشون همچین سرش رو انداخته بود پایین، لپاش اومده بود پایین، نمیدونم فلان، وقتی که کسی حرفی میزد نمیدونم اصلا ذکری، اصلا این چند تا بزرگ نشستن تو این مسئله غیر از این چیزی که اصلا این تو ذهنشون نیست حرف میزنن، این فوراً به خودش میگیره، احساس حقارت میکنه، احساس. الان نه، الان وقتی که ازدواج کرده دیگه همچنین لرد میشینه، قیافه میگیره، نمیدونم خودی نشون میده، هر جایی که هست سعی میکنه که همچنین انگشترش رو تکون بده تا همه متوجه بشن که به اصطلاح ما هم هستیم. دختر خانوما خب در هر جایی که میرن به گونه‌ای باید به این جمع برسونن که من نامزد دارم یا من ازدواج کردم. همون جوکی که میزنن که مثلا خانومی ازدواج کرده بود یا نامزد واسش اومده بود، انگشتر هم دست گرفته بود رفته بود سر کار، هی این طرفی اون طرفی میکرد، انگشتشو نشون میداد، نمیدونم حرکتایی میکرد که همکاران متوجه شدن که به اصطلاح خبرایی هست و نامزد شده و فلان. کسی توجه نکردن که سرش تو کار خودش و اینا. آخر بلند شد گفت هوا چقدر گرمه، دارم خفه میشم، آیا مجبور میشم این انگشترشو در بیاره که نفس بکشه. تا یعنی به صورتی میخواد نشون بده که منم هستم، من دیگه الان اون فرد دیروریزی نیستم، من اون آدم لخت نیستم، من الان لباس پوشیدم، شخصیتم داره رو تکامل میره. این انسانی که در همچین فضایی بود، در همچنین عشق و علاقه و رابطه و یعنی یک کانون اجتماعی بسیار زیبایی رو به وجود آورده بود، در این منجلاب افتاد. دیدیم که کلن قضیه برگشت. الان نه اون کانون از اون کانون خبری هست، نه اون خانم هست، نه این خودش اون فرد هست. الان دیگه در یک وهمی دچار شده که این وهم روز به روز اون رو پژمرده تر و به اصطلاح ضعیفتر، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر جنسی و عاطفی و چه از نظر جسمی، اون رو ضعیف و ضعیفتر میکنه و کلا اون رو گوشگیر و منزوی میکنه. الله تعالی همه ما شما امت اسلامی و جوانان ما در خصوص از این بیماری ها و از این اتفاقات تلخ نجات بده. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین اگر سوالی عزیزان فرستاده باشن و سوالی که در خدمت جناب دکتر مطرح خواهد شد انشالله با پاسخ اونها بعد از میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. حسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي وأعلم أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تستر عيبي ولكنني نادم يا إلهي أكاد أنوم بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي
وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي، فإما عصيت فها قد أتيت بقلب حزين ودمع جارى، وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلج عند السرى، فإما عصيت فلا قد أتيت بقلب حزين ودمع جرى، وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلج عند السرى، ومن خاف أدلج عند السرى. وأعلم أنك تغفر ذنبي، وأعلم أنك تستر عيبي، ولكنني دائم يا إلهي أكاد أنوم بحسرات قلبي، وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع تأثیر فیلم‌های غیر اخلاقی. و در قبل از میان برنامه جناب دکتر اشاره فرمودن به تأثیر اینها در رابطه زناشویی و اینکه چقدر تهدید میکنه بنیان خانواده را، علل خصوص برای عزیزانی که در ابتدای راه زندگی قرار دارن، و میتونه یکی از عوامل اصلی طلاق در جامعه ما باشه که متاسفانه خیلی از طلاق‌های خاموشی که شاید بهانه‌های مختلفی رو عده‌ای پیش میکنن در این طلاق و بهانه‌گیری‌های مختلفی این طرف و اون طرف دارن، حقیقت امر چیز دیگری باشد و اون هم همچین مواردی در پشت صحنه که شاید کسی روش نشه بگه و اما اصل مشکل آنجاست. جناب دکتر، یک شخصی، حالا همسری، چطور متوجه بشه که همسرش خدای نکرده مبتلاست به همچین بیماری؟ اگه یه همسر ندونه که به اصطلاح همسرش به اصطلاح یه تغییر و تحولاتی در اون به وجود اومده و چه کار داره میکنه، به نظر من خیلی باید پرت باشه از زندگی زناشویی. این اصلا این زندگی دچار یک خلالی هست که یک اسکیپ و یک فاصله ایجاد شده بین همسر باید یه زن و شوهر اینقدر تو همدیگه قاطی باشند و اینقدر به اصطلاح همون قضیه لباس باشه که هر گونه نزدیک باشن، اینقدر به هم نزدیک باشن که هر وقت لباس یه مقدار اتوش شکست فوراً متوجه بشه که این لباس به اصطلاح اتوش شکسته، باید اتوش درست کنه، چه برسه که مثلا لکه‌دار باشه و کثیف بشه. وقتی که به اصطلاح زن احساس کرد که به اصطلاح همسرش دیر میخوابه، مثلا تا نیمه‌های شب با کامپیوتر یا با لپتاپ یا با موبایلش ور میره، وقتی که به خصوص وقتی که احساس میکنه که همسرش اون
به اصطلاح قضیه آمیزش یه نوع پیشنوازهایی داره و یک نوع پسنوازهایی. یک به اصطلاح اتیکت کامل هست، یک برنامه کامل هست. این از بین رفته. اون فضای به اصطلاح مقدمه و به اصطلاح آخرش از بین رفته. این احساس می‌کنی کتاب رابطه آمیزش جنسی یک رابطه خیلی سردی هست، سرد مزاجه. قبل از اینکه سرد باشه یک رابطه هجومی هست که بدون مقدمه طرف میاد و به اصطلاح قضیه اینه که اینجا احساس میکنه که خبرایی هست. یعنی چرا؟ چون که به اصطلاح وقتی شما میخواید غذا بخورید، خب به هر حال یک اتیکت خاصی داره، یک سفره رو پهن کردن و غذا رو چیدن و نمیدونم دست شستن و فلان از این حرفا. یه مقدماتی هست قبل از خوردن میل غذا. همچنین در مثلا یک پیشنوازهای عاطفی هست. این گم شد، این مقدمه نیست. خب دقیقاً وقتی که مثلا طرف میاد از خارج خونه، یهو میره تو آشپزخونه، این ملقه رو بردار و سر دیگو باز کنه، از اونجا خل. خب این یعنی چی؟ یعنی این یک موردی داره، این مثلا 2-3 روزه که مثلا گشنه بوده، گرسنه بوده و یعنی اون غریزه الان در فوران هست، میخواد تخلیه بشه. حالت طبیعی نیست. دقیقاً. خب وقتی که مثلا میبینه که شوهرش همچین تصرفاتی داره که هدف فقط تخلیه است، تخلیه غریزه است، خنثی کردن یه غریزه است، اینجاست که میفهمه که پس این یه پیش زمینه‌های قبلی داشته. الزاما همیشه این اگر همچین اتفاقی بیفته، این دلالت بر این داره تکرار که این اتفاق تکرار این اتفاق، چون که احتمال داره که این مثلا طرف بنا به دلایل دیگه‌ای در خارج بوده، در بازار بوده، موردی پیش اومده. واسه همینه که به اصطلاح در احادیث داریم که کسی اگر تو بازار یک موردی رو دید، فوراً برگرده خونش. یعنی اون چیزی که سبب تحریک غریزه جنسی شد. دقیقاً. نذاره که این تحریک اون رو به سوی انحراف بکشه. ارضا بکنه خودشو ارضا بکنه از راه حلال. خب حلال که این مورد پیش اومد، مثلا این یه بار 2 بار تکرار شد، همسرش هم میدونه که مثلا قبل از این شوهرش با کامپیوتر ور میرفت، با اینترنت ور میرفت، پس میدونه یک خبری هست. یعنی تعاملش با این مثلا اینترنت و کامپیوتر و خلوت‌هاش و مخفیانه کار کردن، اینها شک برانگیزه برای همسر. یا وقتی که مثلا میاد یک خواهش‌های عجیبی ازش میکنه، یه چیزی که در عرف جامعه ما حرام هست، در رابطه جنسی یا شرع اون رو حرام کرده، یا در عرف این یه چیز زشتی هست، غیر بهداشتی هست، زشت هست. این میفهمه که به اصطلاح این پیش زمینه‌ای داره، این رو از یه جایی یاد گرفته. اینا حالا زنها وقتی این رو احساس میکنن چیکار میکنن؟ برخی از خانم‌ها پلیس میشن. یعنی چی؟ فوراً بازداشت خونه، طرف بازداشت میشه، به اصطلاح مورد محاسبه قرار میگیره و فلان از این حرفا. خب یک برخوردی هست که در بعضی موارد جواب میده و در بسیاری از موارد یک نوع سرکشی رو به وجود میاره. طرف میاد انکار میکنه و اصلا اون به اصطلاح موردی که به اصطلاح باعث میشد که همسر شک کنه، سعی میکنه اون مورد رو مخفی کنه. خب این به اصطلاح خوب جواب نمیده، مشکل حل نمیشه، پنهان میشه. یه خانمایی هستن که اصلا چشم پوشی میکنن، خب تحمل میکنن. تحمل که به اصطلاح چیزی قابل تحمل نیست، یه موردی هست که به اصطلاح حق اون ضایع میشه، حق همسر ضایع میشه، اما به هر حال به روی خودش نمیاره فلان. این به روی خود نآوردن تنها کافی نیست. اگه به روی خودش نآورد و سعی در حل مشکل کرد، خب متوجه شد که مثلا همسرش خب کاری داره، کار کامپیوتری مشخصی داره و این کار به هر حال مثلا طرف توی یک سایت معینی کار میکنه، منبع درآمدش همین سایت هست، اخبار رو مرور میکنه، نمیدونم چیزایی به اصطلاح تو یک سایت معینی اضافه میکنه به هر یا بسته به تخصص کاری که داره یک سایت‌های خاصی رو مراجعه میکنه، میبینه. خب اما خب هر چیزی که انسان توانی داره، میدونه که این به طور طبیعی تا ساعت 10 شب این کار رو میکرد، بعد از 10 شب دیگه حالا چرا نشسته؟ الان میره
همسر اون رو شکارش میکنه قبل از اینکه شکار بشه جای دیگه اون رو به صورت طبیعی شکارش میکنه. اون چیزی که باعث تحریک شده تصویر هست، یه صدا هست، یه حرف هست. این تصویر و این صدا رو به صورت طبیعی تقدیمش میکنه. یعنی میفهمید که این خانم الان همون بازیگر نقشی میشه که آقا به دنبالش میگشت. دقیقاً. وقتی که به اصطلاح 2-3 بار این رو بعد نمیذاردش دیگه، بدون اینکه به روی خودش بیاره، طرف رو شکارش میکنه و اصلاحش میکنه. یه مورد این است که زنها میگن که خب چی چیزی باعث شد که شوهرم اون ور بره، سعی میکنه همون رول رو بازی کنه، رول اون بازیگر رو. خب وقتی میخواد که بسیار اون رول رو به صورت مصنوعی بازی کنه، نمیتونه خودش رو به اون زیبایی برسونه و نمیتونه اون به اصطلاح رولی که اصلا یه بازی هست، هیچ واقعیت نداره و امکان تحقق واقعیش هم وجود نداره. نقش ساختگیه. یک نقش ساختگی. اون نقش رو میخواد بازی کنه که این هم راه حل نیست. اما یک قدرتی که و یک توانی که در همسر طبیعی و رابطه طبیعی هست که در اون رابطه مصنوعی نیست، عاطفه است. اونجا عاطفه وجود نداره. اونجا یک حالت مصنوعی هست، یک حالت به اصطلاح تشنج برانگیز هم هست. یک رابطه یک طرفه است. یه رابطه یک طرفه است. اینجا یه رابطه فیزیکی هست که همراه این رابطه فیزیکی یک دنیایی از عاطفه هست. اونجا طرف داره به کسی دیگه میگه دوست دارم، اینجا همسر میاد به شوهرش میگه دوست دارم. قضیه خیلی فرق کرد. اینجا مؤلفه های فراوانی برای تحریک و احساسات و غرایز جنسی وجود داره که اونجا نیست. خلاصه یک کار اونجا یک نسیه است، اینجا یک به اصطلاح دونه ای ریختن تا کبوتر رو شکار کنن. اینجا خود دام هست و طرف تو دام هست. خب یعنی الان اینجا دیگه فضا خیلی بیشتره. یعنی قدرتی که همسر برای کنترل شوهرش داره خیلی زیاد هست. اما مسائلی هست که این همسر رو به اصطلاح باز می‌داره. کارهای سختی کار خونه، همسر هم خب یه توانی داره، به اصطلاح زیاد مشغول شدن به بچه‌ها و به اصطلاح گم کردن حق شوهر. خب همه اینها احیانا باعث میشه که شوهر رو از دست بده. اینجاست که دیگه نقش همسر خونه خیلی نقش پررنگی هست و کار ساده ای هم نیست. اما وقتی که بتونه این رو درک کنه، همه این مسائل رو بتونه به درستی حلاجی کنه، رسیدن به هدف براش چندان مشکل نخواهد شد. یعنی فرمایید پس یکی از مهمترین اهدافی که میتونه کمک بکنه که از اسبابی استفاده از اون جاذبه هایی هست که خود خانم همسر داره در فضای داخل خانه برای جلب همسرش شوهرش و شاید 1/10 این جاذبه ها رو هم همسر در اون فضای مجازی در اون فیلم تجربه نمیکنه و کسب نمیکنه. اما این برمیگرده به هنر و حکمت و ذوق همسر که چقدر از این جاذبه ها رو، از این فرصت هایی که در اختیارش هست رو استفاده بکنه. وقتی که همسر میاد این مشغول آشپزی است و اونجا 3 ساعت 4 ساعت بعد تازه میاد میشینه سر سفره و با همون وضعیت و با همون لباس و دیگه باز انتظار داره که شوهرش هم باز واکنش منفی نشون نده یا امثال این موارد، تصرفات اشتباهی که بلبل در هر باغی چهچه نمیزن. تا اون گل زیبا نباشه بلبل هم قناری هم نمیخونه، خلاق هم نمیره اونجا، خلاق هم اونجا نمیره. خب این درسته که به اصطلاح همسر مشغولیت های خانه کم نیست، مسئولیت های خانه کم نیست، اما به هر حال کیان این خانه رو باید عاطفه نگه داره. ستونه های این خانه یک عاطفه باید اون رو حفظ کنه. بذار دیگه بسوزه. در
به اصطلاح روایات هست که اگر همسری شوهرش رو صدا زد و همسر به اصطلاح شوهر صداش زد و اون روی تنور بود. حکایت تنور یعنی چی؟ یعنی اینی که آقا نون داره میسوزه، این خانم اومده نمیدونم گندم و آسیاب کرده، این گونه بود قدیم دیگه، بعد اومده این رو خمیرش کرده، گذاشته تا خمیر منتظر شده برسه. خمیر پف کرده، خمیر شده به اصطلاح ترش کرده، بعد اومده به اصطلاح تنور رو آتیش زده، این همه زحمت، حالا نون رو زده تو تنور، منتظره که به اصطلاح نون بپزه. از اون ور قناری خوند، شوهرش صداش زد، وظیفش اینه که بذاره نون بسوزه. آقا نون سوخت، سوخت که سوخت، دوباره نون درست میکنیم، اما نذار که خونه بسوزه، نذار که به اصطلاح اینه. واسه همینه که مثلا در احادیث هست که اگر شوهری همسرش رو خواست و همسر به اصطلاح انکار کرد، خداوند و ملائک اون همسر رو تا صبح لعنت و نفرین میکنن. برای چی؟ برای اینکه اینو فضا داده این همسر الان دو دستی شوهرش رو انداخته تو دام شیطان. شیطان الان وسوسه میکنه و فردا میبینیم که یا همسر منحرف شد یا نمیدونم رفت یه جایی به اصطلاح ازدواجی مجددی کرد که هم خونه اولی کلبه اولی رو داغون کرد، هم در کلبه دوم آرامش پیدا نکرد. کلا این کانون به هم ریخت و به هم ریختن یک کانون خانوادگی این بزرگترین معضله‌ای هست که در جامعه هست و ما در هفته پیشی به اصطلاح اشاره داشتیم که چطور شیطان وقتی که به همچنین پیروزی دست پیدا میکنه چطور به اصطلاح شاد میشه و از شادی میرقصه. و اگر همسر در فضای داخل خانه غذای درست نکرد برای شوهرش، دیگه گله نکنه که چرا رفت بیرون ساندویچ خورد و نمیدونم همبرگر خورد و غذاهای ناسالم استفاده میکنه. دقیقاً. و مسموم هم شد. مسموم هم شد. جناب دکتر، یکی از انگیزه هایی که سبب میشه و حالا به تعبیر دیگه یکی از دلایلی که بعضی ها مطرح میکنن در مراجعه به این گونه فیلم ها، میگن ما هدف ما از این فیلم، دیدن این فیلم ها بیشتر جنبه تعلیمی و آموزشی هست. آیا میتونه حجتی باشه برای این کار و یا اصلا این فیلم ها بعد تعلیمی و آموزشی داره؟ شاید کسی مثلا میخواد بگه خب من در ابتدای ازدواجم میخوام به هر حال موفق تر باشم در رابطه‌ام و میرم که چیزی یاد بگیرم. واقعا من احساس میکنم که حرفایی که ما میزنیم خیلی قابل طب یا طبع جوونا هست. نه من میخوام که جناب دکتر، نه من یادم افتاد که ما قبلا ما چای نداده بودن، این کارگردان عزیز به ما چای داد، حتما حرفای خوب میزدیم براش. دقیقاً این حرفی که شما میزنید کاملا یه برداشت بسیار بسیار ابلهانه است. چرا؟ چون که اصلا این فیلم آموزشی نیست، اساساً آموزشی نیست. این فیلم اساساً یه فیلم تجارتی هست، یک فیلم انحرافی هست، هدف معینی داره. هدف اینه که مثلا یک انحراف معین، یک فساد معینی رو برای برداشت‌ها یا سوء استفاده‌های اقتصادی آینده در یک جامعه اینا پخش. و در ثانیه اسمش هم هست فیلم. خب ما در به اصطلاح زبان عامیانه خودمون شما میگید آقای فلانی، میگم بابا ولش کن فیلمه، یعنی چوخانه، واقعیت نداره. خب یه چیزی اصلا واقعیت نداره، هدف اون آموزشی نیست. در کنار اینکه هدف آموزشی نیست، یک به اصطلاح کارگردانی یک مدت زمان طولانی رو افرادی با یک هزینه‌های هنگفت، با یک نمیدونم درامای ساختگی یک فیلمی رو اجرا کردن. خب این اصلا با واقعیت هیچ رابطه همخوانی نداره. حالا که با واقعیت همخوانی نداره، من چطور میتونم ازش یه واقعیت رو برداشت کنم؟ خب اینه که و در این حال اینها چون که این طرفایی که این کار رو میکنن خودشون مهار گسیختن. همون کسی که مثلا ما در فیلم میبینیم که این چه نشوه و چه غریزه و چه نمیدونم عاطفه‌ای رو به تصویر میکشه،
این اصلا خودش بیچاره فقدان این مسائل رو داره، اصلا با این چیزا آشنا نیست، اینا رو سالهاست که از دست داده. خب این با یک نمیدونم حالت ساختگی، با یک نمیدونم داروهای ساختگی میاد یه نقشی رو به اصطلاح در ظرف 2 دقیقه به اصطلاح به نمایش میگذاره. این فیلم و این دوربین این 2 دقیقه رو میان کش میدن، خب و چند بار در ظرف 1 ماهی که به اصطلاح این 2 دقیقه جمع شده میون این رو مثلا یک حالتی نشون میدن که انگار که طبیعی است، به اصطلاح 1 ساعت طول کشیده، در حالی که به اصطلاح رابطه جنسی بین 2 تا 10 دقیقه یک حالت نرمال هست. خب این رو میان اینجوری نگاه میکنم از این چی یاد بگیریم؟ در کنار این که اینا چون که از خودشون مهار گسیختن، حالتهای غیر بهداشتی و غیر اخلاقی، یعنی تعلیم جنس منحرف، تعلیم آموزش به اصطلاح حالتهای انحرافی که باز پیامدهای خاص خودش رو داره، بیماری‌های خاص خودش رو داره. جسمی و بهداشتی هم که به این بود نگاه بکنیم، یعنی اون اهداف اصلی که در این رابطه هست برآورده نمیشه. سوای بحث اخلاقی و اعتقادی و دینی اونا به جای خودش محفوظ. دقیقاً. و این باعث میشه که طرف نه اینکه چیزی یاد نمیگیره، دچار یک نوع اکتئاب میشه، دچار یک نوع ناباوری داده‌های خودش میشه، چون اعتماد به نفسش رو از دست میده، احساس شکست میکنه. همینه که میخواد که به اصطلاح فکر میکنه بیمار هست در حالی که هیچ بیماری نداره. در این حال یا خجالت میکشه که مثلا به یک روانپزشک یا به یک بیمار به اصطلاح مسائل اینچنینی، یک پزشک اینچنینی مراجعه کنه، چون که مراجعه کردن یا مطرح کردن این به اصطلاح بیماری که در تصورش به وجود اومده، این خودش باعث چی میشه؟ باعث میشه که خب میترسه که نکنه که کسی اون رو جلوی این انگشت نما بشه و دیگه به اصطلاح کلاق چل کلاق مردم هم که جای خودش. نه خب کلا از آبروش میترسه. اینه که تو خودش دچار یک بحران میشه، بحران یک شکست داخلی، بحران عدم جرأت، اینی که خودشو یعنی تصور میکنه که مریض هست در حالی که مریض نیست و خجالت میکشه، روی این رو نداره که دنبال حل باشه، دنبال درمان باشه. اینه که در پی درمان خودش دنبال درمان میشه، همون طوری که به اصطلاح این فیلم رو از اینترنت دید الان میگرده دنبال درمان تو اینترنت. خب تو اینترنت هم که دیگه فضای همین به اصطلاح دغل بازاست، اونایی که به اصطلاح این فیلم رو ساختن خب درمان وهمیش رو هم ساختن، هدف هم همین بود، هدف هم فروش گذاشتن همون اجناس خودش. خب دیگه الان دنبال به اصطلاح همین داروهای هیجان انگیز میشه. این داروها رو که استفاده میکنه به اصطلاح حالت شاید یه وهمی باز به وجود بیاد، شاید یه تحریک ذاتی بشه. خب یه مدتی خب میگم که پژوهش‌های علمی دانشگاهی که خودشون به اصطلاح روی این مسائل کار کردن میگن که آقا این بازیگران فیلم‌های جنسی حد اکثر مدتی که بتونن دوام پیدا کنن همراه با استعمال این داروهای هیجان برانگیز، همش 5 سال حد اکثر زمانش هست. بعد از 5 سال کلاً از کار به اصطلاح تاریخ مصرفشون به اصطلاح تموم میشه. وقتی که همین حالت به وجود اومد دیگه خلاص دست به خودکشی میزنن، زندگی زناشویی کلاً از هم میپاشه. جناب دکتر یک موضوع دیگری رو شما اشاره فرمودید که الان برای شناخت این که همسری اگر میخواد متوجه بشه که خدای نکرده همسرش دچار این ابتلا هست، یکی از راههای شناخت اینه که بررسی بکنه که گذشته و حالش رو. این برای کسانی که خب ازدواج کردن و بعد از یک مدتی گذری از زمان از ازدواج میبینه که تغییر تحولاتی ایجاد شده در رفتار جنسی همسرش، خب اون قابل به هر حال تشخیص هست. اما برای کسانی که تازه ازدواج کردن، الان مثلا خب دختر پسر جوانی تازه با هم ازدواج کردن و در ابتدا هیچ تجربه قبلی هم ندارن و اولین ارتباط، حالا در اولین ارتباط چطور متوجه بشه شخصی که اون مؤلفه ها و اون نرمی که باید باشه نیست؟ تشخیص در ابتدای ازدواج خیلی ساده تر است. اونم به خاطر اینی که ازدواج
مبنایی که یا اون معیاری که دو طرف رو به هم نزدیک میکنه فوران عاطفه است. خب حالا ببینیم مثلا بیشترین کلماتی که دختر پسر با هم به اصطلاح رد و بدل میکنن در زمان نامزدی، همهش حرفایشی هست الهی برات بمیرم و دوست دارم و نمیدونم عید قربونه دیگه، عید قربونه کلا. خب این خودش بیانگر چی هست؟ بیانگر یک فوران عاطفی. این فوران عاطفی وقتی که اینا به هم جمع میشن اصلا اصولا، یعنی وقتی که یک ازدواج صورت میگیره، این فوران عاطفی به صورت طبیعی تا حد زیادی افت پیدا میکنه. واسه همین یک شاعرها میگن عاشق بشو ازدواج نکن، چون تا عاشق هستی شعر میگی، چهچه میزنی، تا ازدواج کردی دیگه حالا چهچهات تموم میشه. و این رو جناب دکتر میشه در چیزم احساس کرده. مثلا الان شخصی در دوره نامزدی وقتی که تلفنش رو نگاه میکنید، عکس خانم مثلا نامزدش رو، شماره تلفن نامزدش رو، حالا بعضیا عزیزم و گلم و قلبم و روحم و جانم و نمیدونم اسمهای آنچنان رویایی میگذارن، بعد از ازدواج نگاه کنید که همون اسمو عوض کردی چیز دیگه شد. 3-4 سال بعد از ازدواج کلا دیگه شاید فوش هم بنویسه روی اسم طرف. ملک الموت. دقیقاً درسته. اما اینه که به اصطلاح چرا؟ چون که در زمان به اصطلاح نامزدی تو یک اوهامی به اصطلاح سیر میکرد. برداشت کامل نبود. وقتی اومد به اصطلاح اون وهمی که توش داشت، اون فضای مجازی که برای خودش به وجود آورده بود، با یک حقیقت کم رنگ‌تر شد. گرچه از به ابعاد دیگری پخته‌تر شد این رابطه. دقیقاً. اما اون تصور دیگه اون قدیمی که میزنه حرفای به اصطلاح پوچ، الان یه مقداری حرفای سنجیده‌تر شد. خب و همچنین یه حالتی دیگه هم هست اینجا، به اصطلاح در اون زمان اینقدر احساس نمی‌کرد که همسرش ناموسش هست، غیرتش هست، مالش هست. احتمال به اصطلاح فرار بود که هر لحظه ممکنه که این به اصطلاح گنجشک از قفس در پیمان نبسته رشته الفت گسسته باشه. الان این رشته به هم گره خورد، الان شد لباس. حالا دیگه هر کسی مواظب لباس خودش هست دیگه. الان یه برداشت دیگه است، یک نحوه تعامل دیگه است. واسه همینه که اینجا و افراد هم فرق میکنن. یعنی اینی که بعضی از خانم ها، برداشتای بعضی از خانم ها هم درست نیست که وقتی مثلا خانمی میبینه که نمیدونم فلانی شوهرش قربونش برم و نمیدونم از این حرفای بسیار بسیار به اصطلاح عاشقانه میزنه، خب اون نحوه شیوه بیان به اصطلاح عشقش به این صورت هست. همه این شیوه رو ندارن. یکی همینی که رو همسرش داد میزنه، همین شیوه بیان به اصطلاح طغیان عاطفه است. چرا؟ چون طبیعت این فرد اینطوری است. شخصیت این یک فرد به اصطلاح یه مثلا کشاورز یا یه مثلا افراد به اصطلاح بیشتر افرادی که با سختی‌ها کار میکنن، مثلا راننده های ماشین های بزرگ، نمیدونم یا مثلا آدمایی که لودر بولدوزر اینا طبیعت کاری اینا رو خشن بار میاره. این خشونتش رو با هر کی نداره. همینی که به اصطلاح این سر ماشینش داد میکشه، چون این ماشین رو زندگی خودش میدونه، دوست داره. وقتی مثلا میخواد با همسرش هم همچین کنه، همین داد کشیدنش خیلی وقتاست که اینا رو خانم‌ها فکر میکنن که این حقیقت هست، که این میخواد که به اصطلاح بگی که دیگه من از تو از من. با حبیبان جمله گستاخی رود. این گستاخی همون به اصطلاح همون نوع ابراز شخصیت. این همینه که ما شخصیت‌های همدیگر رو بشناسیم خیلی مهم هست. شاید مثلا یک مالداری مثلا بیاد به کسی که خیلی دوست داره اونو تشبیهش کنه به گوساله، مثلا گوساله منچستر مثلا چون گوساله خیلی دوست داره، فکر میکنه که حالا خیلی تشبیه کامل. قضیه مثلا چی؟ طرف اومد مثلا میخواد ابراز محبت کنه برای همسرش، یه نمیدونم مثل سرویس طلا خرید. این ابراز محبت به این صورت، این رو یاد گرفته تو بازار، طرف بازاری هست.
یه طرف دیگه هست آدم مثلا زاهدی هست، آدم اصلا مال و منال تو زندگیش اصلا معنا نداره، چون خودش ارزشی نمیده به این چیزا، فکر نمی‌کنه مال براش ارزش نداره، نمیدونم طلا پیشش با یک به اصطلاح نمیدونم آهن پاره هیچ فرقی نداره. الان اگر ما بخوایم این شخصیت بیاد ابراز محبت کنه به اون گونه ابراز محبت نخواهد کرد. هر کسی به اصطلاح شیوه خاص خودش رو داره. در مجموع اینی که به اصطلاح افراد ازدواج کردن، در ابتدای ازدواج وقتی که همسر میبینه که این پیش زمینه‌های عاطفی اصلا وجود نداره برای رابطه جنسی، رابطه جنسی رابطه سرد هست و اون مهر و عطوفت اصلا در قاموس این شوهر نیست. اینجاست که دیگه این شک برانداز هست. خب به اصطلاح این یه جایی دیگه پیش زمینه رو داره، میتونه یکی از دلایل این باشه، میتونه یکی از این دلایل باشه. یعنی همین که ما گفتیم که مثلا چون که این طرف معتاد هست، زن رو فقط یک حالت افراغ و یک حالت به اصطلاح خنثی کردن غریزه بهش نگاه میکنه. این یه موردش هست. یه مورد دیگه اینی که وقتی که چشم شوهر همیشه به سوی زن چشم یک به اصطلاح انسانی هست که همیشه در شک هست، همیشه روی حرکت‌های زنش شک داره. یعنی چی؟ یعنی هر چیزش رو کنترل میکنه، هر حرفش رو کنترل میکنه، هر تلفنی رو کنترل میکنه. چرا با اون فلانی چون این حرف زدی؟ چرا این کی بود؟ نمیدونم فلان. همیشه موبایلش ور میره، کجا تلفن کرد کجا. یعنی حالت غیر طبیعی در اون وجود داره. یعنی احساس میکنه که چرا؟ چون که این با یک تصاویر اینچنینی از زنها آشناست. من در یک فضایی از شک و تردید و سوء ظن و سوء استفاده بوده، احساس میکنه که شاید این خطر همه زنها اینطوری هستند، کیان خودش رو هم تهدید کنه. دقیقاً. چون تو مثلا فیلم ها همیشه میدید که مثلا یک زن همیشه خیانت میکنه، یک زن همیشه به اصطلاح دیگران به چشم بد بهش نگاه میکنن، یک زن غیر از یک آلت شهوت نیست، همیشه رفتارش یا رفتار مثلا غریزش به صورت خشونتباری داره اون رو به اصطلاح پیش میاره. چرا؟ چون که با این ریتم آشنا بود. این حالتهای غیر طبیعی این باعث میشه که باید یه مقداری شک کرد روی این همسر که این یه نوع دچار یه نوع انحراف بوده یا هنوز هم توی این اعتیاد هست و اینجاست که دیگه هیچ راهی نیست، راه بازگشتی الان ما نداریم. اینجا فقط راه درمان هست. اینه که مثلا طرف رو شما دیدید که بیمار هست، شما اصلا خبر نداشتید که این همسرت یه مشکلی داره، آقا یه مقداری گوشاش سنگینه، به شما نگفته بودن. الان ازدواج کردی دیگه، الان نمیشه گوشو برید، خب نمیشه هم دیگه برگشت، حالا دیگه کار از کار گذشته. اینجاست که دیگه میشه دنبال درمان بود. اجازه بدید همین موضوع درمان رو من با یک سوالی آغاز بکنم جناب دکتر، که بیننده عزیزی فرمودن که سلام علیکم السلام، بنده متأهلم و 32 سال سن دارم. 1 سال پیش ناخودآگاه دچار ناتوانی جنسی و به تبع آن دچار افسردگی شدید شدم. گفتم شاید برای بهبودم رجوع بکنم به دیدن فیلم‌های غیر اخلاقی و این کار رو کردم. خوب که نشدم هیچ، حالا به شدت هم عادت کردم و زندگی برای من جهنم شده. لطفاً برای این رفع این گرفتاری و ترک این عادت منو راهنمایی کنید. این یک نمونه است از چند پیامی که در این باب داریم و خب به هر حال مشتی نمونه خربار. کسانی که گرفتارن، به تعبیر این بیننده عزیز که میفهمد با اینکه متأهلم هست ایشون، میگه من اعتیاد پیدا کردم. یعنی گویی که داره این صحبت رو میکنه که ترک این برام سخت شده، یعنی نمیتونم، احساس مقاومت در برابر این به هر حال تصاویر و این فیلم ها در وجود خودش نمیبینه. الان این افرادی که درگیرن، حالا چه به دامان اعتیاد رسیده باشه چه نرسیده باشه، به هر حال از یک طرف تحریک آمیز هست، غریزه‌های جنسی هم انسان رو تحریک میکنه
و فضا هم فضاهایی که ما درش زندگی میکنیم، حالا حداقل چه فضای رسانه چه فضای اینترنت، ناخودآگاه انسان رو تحریک میکنه به این میدان میکشونه. راه حل چیه؟ چیکار باید بکنن؟ الان یک جوونی به هر حال گذشته‌ای داشته، یک اشتباهی کرده و پشیمونه، به هر حال تبعاتش رو هم میپذیره. بالاخره کسی که میره یک جایی میره بالای درخت میفته دستش میشکنه، خب شکست دیگه، الان دیگه تبعاتش هم میپذیره، اما میخواد بالاخره الان باقی مانده وقت خودش رو، زندگی خودش رو، ثروت خودش رو، ثروت وجودی خودش رو درمان بکنه، حفظ بکنه، میخواد دیگه از این بعد بیشتر ادامه بده. چیکار باید بکنن؟ از کجا باید شروع بکنن؟ راه درمان چیه؟ در موارد این چنینی که این دوست عزیز مطرح کردن، یه نکته رو جا داره که به اصطلاح بهش اشاره کنیم و اون اینه که خیلی وقتا این تصورات ذهنی که من مریضم، یعنی یه وهمی که در خودش به اصطلاح در خودش به وجود میاره، خودش فکر میکنه که مثلا ضعف جنسی داره، بنا به قصه هایی که شنیده، بنا به تصوراتی که براش به وجود اومده. به اصطلاح آمار میگه که 97% از افرادی که گمان میکنن مریضن، مریض نیستن. چون که این گمان هست، یک باوری، یک توهمی هست، جسم با این توهم تفاعل نشون میده. همینطوری همیشه اگر این به خودش تلقین کنه که مریض نیست، جسم با اون تفاعل نشون میده و مریض نمیشه. همون قصه ای که به اصطلاح علمی ثابت شده، هم تلقین درمانی. شما مثلا همون بچه‌ای که اومدن به معلمشون گفتن آقا معلم شما ماشاءالله رنگت پریده و نمیدونم چی شد، سرخه و فلان، همه بچه‌ها طرف مریض شد. خود رسول اکرم صلی الله علیه و در یک روایتی که هست، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، میفرمایند که لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. خودتون رو به بیماری نزنید که جسمتون تفاعل نشون میده، مختون تفاعل نشون میده، مریض میشین و احتمال هم داره بمیرید. به ثابت هم شده در عمل. خب یه چیز ثابت شده است. خب الان شما اگر از اون 3% هستید که واقعا مریض هستید، آقا ناخن پای من درد کرد، زخمی شد، میرم پیش پزشک. هر چیزی یک راه درمانی داره. عاقلانه. این دیگه هیچی به اصطلاح آقا پروستاتش مشکل داره، آقا نمیدونم فلانش مشکل داره، میره پیش پزشک. جای شرم و خجالت هم نداره دیگه، بالاخره انسانه، یکی از اعضای بدنش مشکل پیدا میکنه. خب پزشک، معالج، و این به خصوص این موارد قضای جنسی درمانش خیلی ساده است. یعنی پزشکای متخصص خیلی به صورت ساده این قضای رو درمان میکنن. خب این کار رو نکردیم. خب اگر واقعا اولا که شاید از اون 97% باشید، حالا اگر از 3% بودید، نرفتید درمان نکردید، اومدید به جای اینی که خودتون رو قوت بشید علاج بکنید، اومدید چیکار کردید؟ راه اشتباه رفتید. اومدید به اصطلاح تو یک منجلاب خودتون به جای بیمارستان تیمارستان رفت. به جای بیمارستان دقیقاً تیمارستان رفتید. اینجاست که دیگه شما اصلا مشکل داشتید، یه توهم ضعف شخصیتی، اعتماد به نفس داشتید. الان این 100 برابر شد. شمایی که رابطه ای که به اصطلاح به صورت طبیعیش بین 2 دقیقه و 10 دقیقه به اصطلاح تعریف شده است، این رو بیماری تلقی می‌کردید، الان اومدید در مقابل یک رابطه 2 ساعته خودتون رو به اصطلاح می‌بینی، یعنی وحشت می‌کنی، بیشتر احساس ضعف می‌کنی، اعتماد به نفست کلاً از بین میره، اون فضای عاطفی که در چی بود، همه این حرفایی که قبلا گفتیم. از باران فرار کردی، زیر ناودان ایستادی. اونم ناودانی که از به اصطلاح خونه‌ای است که پشتش کاهگل است. هر چه گل و کثافت و خاک هست همه بالای سر. خب اما راه حل یه خوبی که اینجور افراد دارن تا این مرحله اینه که خودش احساس میکنه که کار زشتی انجام میده، احساس میکنه که نیاز به یک دگرگونی و تحول داره. این خیلی قدرت بزرگی هست. همینی که شما احساس میکنید توی منجلاب افتادی، تا وقتی که انسان احساس گناه میکنه بازگشت آسانه.
و اینی که من بگم که آقا کسی دیگه بیاد دست من رو بگیره امکان نداره. باید در این موارد از خود شروع کنم. مورد هست احساس کردم که اشتباه از منه، احساس کردم که دارم یک کاری که میکنم من رو دگرگون میکنه، اما معتاد هستم. اعتیاد هم همینه. اعتیاد اینه که طرف میدونه اون کاری که میکنه براش مضر هست، عواقب بدی داره، با این وجود نمیتونه خودش رو کنترل میکنه، باز میره دنبال این کار. الان چه باید کرد؟ اینه که اولین کار اینه که چیزی که باعث انحراف من شده از هم گسیختن اون مهاری هست که من رو کنترل میکرد. خب اون مخ، اون عقل، اون وجدان، اون ایمان الان از بین رفته. یعنی شروع می‌کنید بفرمایید که مرحله اول، قدم اول اینه که انسان برگرده به ارزش‌های معنوی خودش. مرحله اول اینه که با خداش آشتی کنه. مرحله اول اینه که برگرده، توبه کنه، از خدا بخواد که اون رو کمکش کنه. توبه هم باید توبه صادقانه باشه. ممکن نیست که من خودم رو با یک استغفرالله همچنین هوایی که خودم همون به اصطلاح حکایت توبه بر لب، نمیدونم سبحه بر دست، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اینطوری نباشه که معصیت از ما بخنده، شیطان قهقهه بزنه میگه اینو خودشو گول میزنه. نه، یه توبه صادقانه، جانانه و با عزم راسخ. بعد از اینکه یه توبه صادقانه کرد و تصمیم گرفت که خودش رو کنار بکشه، اگر همسرش این شخصیت رو داره که کمکش کنه، یعنی با همسرش یک دوست صمیمی هست، بیاد باش مطرح کنه که من میخوام که از این کاری که باش در افتادم از این خودم رو نجات کنم، هر وقت دیدیم من مشغول این کارم نذارم. خب شاید خبر نداره، همسر نمیخوادم خبر بشه، روش نمیشه. اگر که خبر نداره که نباید این چی رو به اصطلاح باش باز کنه، چون بیشتر مشکل فایل رو باش باز کنه. اگر احساس میکنه که به اصطلاح یه جوری به اصطلاح میتونه ازش کمک بگیره، اینو بیاره که من تا ساعت 10 کار طبیعیم هست، روی بس ساعت 10 به بعد بیا کامپیوتر رو خاموش کن که مثلا همه برقا رو خاموش کن، منو مجبور کن که به نماز صبحم برسم. خب غیر مستقیم مثلا به طوری احساس میکنه که مثلا فلان ساعت شاید من در این خطر بیفتم، خود به خود غیر مستقیم به همسرش بگه که بیشتر از این اجازه نده من در این مجال بمونم. اون فضایی که باعث میشه که اون منحرف بشه، مثلا چون که بیکار هست، اولا بیکاری رو از قاموسش کلا حذف کنه، چیزی به نام بیکاری نذاره. حالا جناب دکتر این رو که برای کسی که همسر داره گفتید، برای کسی که همسر نداره هم اون رو هم فراموش نکنه، چون مخاطبین ما شاید خیلی هاشون ازدواج نکرده باشه. اون این مورد یسان است، یک درمان هست. خب اونجا به اصطلاح همسر داره، اینی که همسر داره به اصطلاح یک کمک دست داره، یه پوینت بیشتر داره، یکی به اصطلاح قدرت هایی به هر حال یک جایی داره که به اصطلاح بتونه بهش رجوع کنه، یک کلبه‌ای براش هست، یک به اصطلاح محور عاطفی داره. اما اونی که همسر نداره هم همینطور. اون اولین نقطه بعد از توبه و همراه با توبه و با خدا آشتی کردن اینه که چیزی به نام وقت خالی در زندگیش نداشته باشه. یعنی چطور چیکار کنه؟ یعنی همه وقتش رو پر کنه، یه برنامه ریزی درست بکنه. خب از ساعت 7 تا ساعت 12 سر کار است، اینجا مشکل نداره، نداشت نه. خب نمیدونم از 12 اومد خونه استراحت کرد، مشکلی از ساعت 3 به بعد شروع شد، این 3 به بعد رو تو خونه نباشه. خب یه برنامه ریزی درست بکنه، دوستی، عزیزی، کار اضافی، کار همیشه هم فکری نباشیم که خب این کار دیگه دنبالش بشم، نمیدونم یک تاکسی گیرم بیاد تاکسی رانی کنم، یا نمیدونم فلان کنم اعلان کنم. در این موارد دنبال کاری اینی که من رو به اصطلاح برای من درآمدزا باشه نباشیم. الان من دنبال کاری هستم که من رو درمان کنه، یعنی یک جایگزین مفید، سرگرمی مفید، یک سرگرمی مفید. حالا میتونم مثلا برم ورزش کنم،
میتونم برم به مسجد و بگم به اهل مسجد که من از ساعت 3 تا 4 وقت دارم و من نمیدونم استاد فیزیکم، نمیدونم استاد ادبیاتم، فیلم یک برنامه ریزی کنید بچه‌ها بیان در این مورد من درسشون بدم. آقا بیا تو مسجد، آقا من راننده تاکسی ام، از 3 تا 4 وقت دارم، یا راننده نمیدونم فلان شرکت هستم، من در این وقت به اصطلاح یه ماشینی یکی از دوستان بیاره، من ماشین خودم رو میارم، همه بچه‌هایی که بالای 12 15 سال هستن همه رو رانندگی یاد میدن. خب یک کار به هر حال مفید، یک کار خدماتی. چرا میگم خدماتی؟ وقتی که در خدمت دیگران هستید، در خدمت جامعه هستید، اینجا دیگه به اصطلاح اون قدرت و توان ایمانیتون بالا میره. احساس میکنید که برای خدا دارید کار میکنید. احساس میکنید، در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که وقتی انسان خدمت دیگران میکنه، من کان فی حاجت اخی، هر کسی که در مسیر رفع نیازهای دیگران و جامعه تلاش میکنه، کان الله فی حاجت، خداوند متعال در رفع نیازهای اون هست. یعنی خداوند داره، شما یک مشکل دارید، حالا خداوند اونجا مشکل تو حل میکنه. یعنی سعی میکنه وقتهای مفید خودش رو طبق به هر حال استعدادها و توانایی‌ها و موقعیتی که داره اولویت رو به کارهای خدماتی بذاره برای خدمت به دیگران و استفاده بکنه از این. هیچی از این کارها ازش بر نمیاد. خب برو ورزش کن، برو نمیدونم جفتک بزن، برو نمیدونم تو پارک‌ها اینور اونور بدو، خودت رو خسته کن. چرا؟ چون که یک توانی در تو بود، یک نیروی، یک نشاطی بود. بعد از اینکه استراحت کردی یه وقت خالی بود که این وقت خالی رو نتونسته بودی خوب ازش بهره برداری کنی، اومد شیطان پرش کرد. اینو از دستش بگیر. خب برو بچه‌هاتو بگیر، برو نمیدونم پارک، نمیدونم برو این ور، برو اون ور، برو دید و بازدید، یه دوست خوبی پیدا کن، برو نمیدونم تو مغازش باش، بشین گپ شپ کن و نمیدونم حرفای خوب بزن. یک موردی که ما نیاز هست که فعالش کنیم و این کار همین جوانای برومند ما هست، کانون مسجد رو فعالش کردن. خب وقتی مسجد فعال شد دیگه مسجد میشه مثل کندو، دیگه برای هر کسی تو مسجد یک فعالیتی، یک برنامه‌ای هست که هر کسی میخواد که وقتش رو به اصطلاح پر کنه به صورت به شیوه مفید و ارزشمندی و هدفمندی میتونه تو مسجد اون رو اجرا کنه. کسایی که مسجد ندارن چی؟ کسایی که مسجد ندارن حق که دارن. و مسجد هم همین یه خونه نیست که کسی، مسجد باید تو قلب باشه. الان مثلا خیلی جالا مثلا همین چند وقت پیش نگفتن که آقا در تهران مسجد رو خراب کردن، گفتن آقا اومدن مصلای مردم رو خراب. یعنی چی؟ یعنی 4 تا آدم با غیرت بلند شدن، یه خونه کرایه کردن، اینو کردن مصلا. این مرکزی، یه جایی که به اصطلاح بشه تجمع ایمانی و یک فضای روحی روانی بسیار عالی، فضای ایمانی رو به وجود آورد. حالا میشه یک خونه باشه، میشه یک پاتوق دوستان باشه، میشه یک جایی رو به اصطلاح با خوبان نشست. در حال یعنی اینی که وقتش رو پر کن. چیزی که باعث میشد موبایل بود، همیشه از راه موبایل به اصطلاح این. خب موبایل که اینترنت رو من با هزینه خودم آوردم تو سیم کارتم. بیا آقا فکر کن که آقا 2 سال پیش که اینترنت نشد چی بود؟ قطع کن اینترنت رو، یه موبایل از موبایل بردار. تو در حال درمان هستی. مگه نه اگه یک مقداری به صورت چربیت رفت بالا میای رژیم میگیری؟ یک پرهیزایی باید باشه طبیعتا. اینجا رژیم بگیر آقا، رژیم اینترنتی. یه ما خودتو کلا از اینترنت قطع کن، ببین زندگی چقدر زیبا میشه. هیچ موردی به وجود نمیاد، زمین به زمان نمیاد، آسمون هم نمیفته رو سرت. جایگزین مفید براش پیدا میکنی. جایگزین مفید، کارهای مفید به این صورت. یعنی از خود شروع کردن، خودمون رو مشغول کردن به کارهای مفید. یه موردی که بسیار بسیار مهم هست و ما ازش غافل هستیم اینه که نماز جماعت رو نباید از دست بدیم. پیامبر خداوند ما میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز
حتما نماز، نه تنها یه تأکیدی هم روش هست، حتما نماز شما رو از فحشا و منکرات باز می‌داره. پس این چیزه یه درمان کاملا. ببینید اون چی که قرآن کریم میفرمایند اون یک سفارش نیست، یه موعظه هم نیست، یک قانون زندگی، یه قانون هست، یه قانون، یه قاعده، یک فرموله. دقیقاً یه فرمول که آقا 2 ضرب 2 4، به هیچ وجه 3 هم نمیشه 5 هم نمیشه. این یه واقعیت موجود در دنیاست که نمیشه این کارش کرد. دقیقاً ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. شما اومدید یه جدول ضرب گفتن آقا 2 ضرب 2 شده 5، میگی که مشکل پس این 2 نیست، یه جایش میلنگه. اینجایش میلنگه. خب ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز شما رو دور میکنه از فحشا، زشتی ها، منکرات و چیزای غیر اخلاقی. خب رفتم نماز خوندم، درست فرمول ادا نشد، من هر روز تو همون منجلا بستم. پس قضیه اینه که اون ور مساوی مشکل داره، یه جایی میلنگه. یه فرمولی هست آقا ان الصلاة، نماز مساوی است با دوری از فحشا و منکرات. فحشا و منکرات دوری ازش نشد، پس این طرف معادله مشکل داره. آیا نماز جماعت هست؟ آیا برای نمازت اونطوری که باید و شاید آمادگی گرفتی؟ ما میخوایم بریم آقا فوتبال مسابقه است، چیکار میکنیم؟ قبل از مسابقه میریم تو میدون، یه چرخ میزنیم دور میدون، 4 تا شوت میزنیم، 4 تا نمیدونم، خودمون گرم میکنیم، لباس مناسب میپوشیم، حتی چیزی شاید بخوریم قبلش که گرسنه نباشیم، ضعف نکنیم. آیا من قبل از اینکه به نماز بیام با اذان اومدم، وضوم رو گرفتم، اومدم دو رکعت نماز نفل رو خوندم، آمادگی ذهنی، پیش زمینه ذهنی رو ایجاد کردم که الان میرم در نماز جماعت، امام وقتی که نماز میخونه، الان مثلا از یکی از ما بپرسن آقا نماز صبح رفتی جماعت؟ بله رفتم. خب امام در رکعت اول چه خوند؟ یادم هست؟ یا در طول رکعت من خمیازه میکشیدم و همم این بود که این امامه کی میره به رکوع که تموم میشه، برام که بخوام. تموم بشه. این دیگه نشد نماز، این شد یه وظیفه ای که رو من تحمیل شده، من میخوام یه جوری از سرم اندازن دور. من میخوام سر این کلاس غیبت نخورم، دقیقاً حاضر شدم سر کلاس خوابم، دقیقاً حضور فیزیکی دارم فقط. وقتی که من تو نمازم حضور فیزیکی نداشتم، چطور حضور روحی ندارم که این مثلا از فحشا و منکرات منو نگه. این وقتی که من به خصوص نمازهای 5گانه رو این طرف نباید به هیچ عنوان سرش بره نمازش دره. جناب دکتر در آیه دیگر هم که الله تعالی فرمود اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، خیلی ارتباط لطیفی بین نماز و شهوت و فحشا هست. دقیقاً. یعنی ترک نماز، کوتاهی در نماز عامل اصلی مبتلا شدن به این موارده. دقیقاً همون آیه که قبلا بهش اشاره کردم که ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اونهایی که خودشون رو با بدیها انس دارن، ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. اینی که بعد از مرگشون در بهشت و به اصطلاح اینا هم به هیچ عنوان با هم یکسان نمیشن، این که حرفی روش نیست. شکل نیست. اما سواء محیاهم، امکان هم نداره که در زندگیشون مثل هم باشن. تو گروهی که اون گروهی که با شهوت‌ها و با زشتی‌ها انس گرفته، با اون گروهی که ایمان داره و عمل صالح داره. الان یه مثال میدم. همینطور یه چرخی بزنیم تو فامیل خودمون، آقا فلانی همچین آدم درستی نیست، نامیزونه، خورده شیشه داره، یه بچه داره، 5 سال ازدواج کرده، 6 سال ازدواج کرده، یه بچه داره. حالا خودش هم جایی که میشینه به خاطر به اصطلاح گول زدن خودش و دیگران میگه بچه کمتر زندگی بهتر. خب اما
محمود خودمون آدم پایبند به دین، آدم با مروت فلان علان، الان 6 سال ازدواج کرده، 3 بچه داره، خیلی زندگیش شاد و شنگول، خودش نمیدونم شاد و شنگول، مثلا لپاش مثل لپای آقای سلیمانی مثلا لپ انداخته و گل انداخته، در حالی که این رفیق دیگه‌مون که اسمش رو نمیبریم همچنین پژمرده و فلان و علان است. حکایت چی هست؟ پشت صحنه‌ای وجود داره. اینی که به اصطلاح پایبند هست، خب زندگیش موفقه، بچه‌های درست، اون حتی همون یه بچه‌ای که داره لنگ و لنگ بر. چرا؟ چون که اصلا پدر مشکل بیماری جنسی داشته. بعضی موارد هست که تو جامعه هویداست، داد میکشیم، اما ما نمیخوایم ببینیمش، چون که خودمون رو گول میزنیم با همین شعارات. این طرفی که مثلا میگه که زندگی بچه کمتر زندگی بهتر، همون قضیه حکایت چی هست؟ حکایت آقا شغاله که رفته بود انگور بخوره، دستش به انگور نمیرسید، میگفت که ترشه. پس این واقعیت هایی که تو جامعه هست و ما میبینیم، خودمون رو گول اگر نزنیم خیلی خیلی موفق تر خواهیم شد. جناب دکتر، در بحث درمان ها و راه حل ها اگر خلاصه بکنیم، فرمودید که در قدم اول یک توبه صادقانه و خالصانه و یک عزم جانانه باید داشته باشیم. در مسئله دوم باید سعی بکنیم که آنچه که ما رو می انداخت به این دام که در رأسشون اون بیکاری ها بود و فرصت های خلوت هایی که بود، اونها رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم و استفاده صحیح و مثبت ازش بکنیم تا دیگه تکرار نشه. و مهمتر از همه پایبندی به نماز که در آیات مختلف کلام الله مجید بزرگترین دلیل مبتلا شدن به شهوت کوتاهی در نماز ذکر میشه. غیر از این موارد در 5 دقیقه باقی مونده پایان برنامه برای عزیزان. غیر از این موارد، این مورد دیگه هست که اینه که خطر رو خوب احساس کنیم. خطر چی رو؟ بدونیم که این انحراف، این مشکلی که ما باش الان دست به گریبان شدیم، چه خطرهایی چه بر جسم ما داره، چطور جسممون رو داغون میکنه، چه خطرهایی بر مخ و ذهنمون داره، چطور ما رو از نظر تمرکز حواس، از نظر اندیشه، از نظر افت در مسیر زندگی و موفقیت پیشرفت چطور ما رو تحت شعاع قرار میده. وقتی میبینیم که این بیماری چه ضررهای مهلکی به ما داره. خیلی وقتا هست که ما اینا رو نمیدونیم. فکر میکنیم که این بیماری فقط یک به اصطلاح ضعف روحی روانی برای ما به وجود میاره، اما وقتی میبینیم که نه، این کلاً بنیان جسم انسان رو داغون میکنه، این کلاً انسان رو روانی میکنه، بلکه مسیر زندگی ما رو شاید تغییر بده، مسیر زندگی ما رو، کانون خانواده ما رو، همه اینها رو از بین میبره. وقتی که این خطر رو احساس کردیم، خب این هم یه انگیزه در ما به وجود میاره که ما در پی علاج باشیم. و یه مورد دیگه هم هست که همون رابطه با خداست که وقتی با خدا آشتی کردیم، اینی که نذاریم که کم ارزش ترین نگاه در دید ما، در روان ما، نگاه الهی باشه. یعنی از مردم فرار میکنیم. وقتی که به اصطلاح همچنین موردی رو میخوایم به اصطلاح تجربه کنیم، از جامعه دور میشیم، توی یه خلوتگاه میریم، پنهان میکنیم، از چشمای دیگران خودمون رو دور میکنیم. اما اگر احساس کردیم که از دید پروردگار هرگز نمیتونیم فرار کنیم، الم یعلم بان الله یرا، وقتی که ما دیدیم که خداوند ما رو میبینه، اونجاست که دیگه بینشمون در زندگی کلا عوض میشه. همیشه یک ذات عظیم هست که مراقب ماست. دقیقاً. و میدونیم که این ذات عظیم الهی یه قانونی گذاشته، فمن یعمل مثقال ذره خیر و من یعمل مثقال ذره شر یره، که در این
میدان عمل ترازوی بسیار دقیقی گذاشته شده که هر کسی که یه ذره خوبی کنه این ذره خوبی از بین نمیره و کسی که یه ذره بدی کنه این ذره بدی هم از بین نمیره و محاسبه میشه. و یه موردی اینه که بدونیم که خداوند ما رو میخواد. خداوند ما رو میخواد و دلیلش هم چی هست؟ دلیلش همین احساس گناهی که در شما هست. همینی که شما احساس میکنید که کار بدی دارید انجام میدید، همینی که شما احساس میکنید که طبیعی نیستی و باید برگردی، یعنی اینی که خداوند تو رو میخواد. یا این یعنی چی؟ همین احساس گناه یعنی ایمان. امام شافعی یه جمله بسیار زیبایی داره، میفرمایند که لو کان یصلح لک جهنم خالدا ما کان الهم قلبک توحیدا. اگر خداوند میخواست که تو رو در جهنم برای همیشه غرق کنه، تخم توحید رو تو قلبت نمینداخت. اگر ایمان تو قلبت هست یعنی این که خدا تو رو میخواد و اگر تو به سوی خدا آهسته به قدم زدی، خداوند دوان دوان از تو استقبال خواهد کرد. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. گرچه سوال‌های بینندگان عزیز هنوز بخشش باقی است ولی خب کل موضوع رو احساس می‌کنم که به پاسخش پرداختیم، راه‌های درمان و عواقب و جوانب مختلفش. و در پایان برنامه جناب دکتر فقط خداحافظی شما رو با بینندگان فرصت داریم دقیقه. اول من از شما که این فرصت رو دادید تا در خدمت بینندگان باشم کمال سپاس رو دارم و از بینندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردن همچنین ممنونم و امیدوارم که با هم دستشون رو بذارن تو دست ما و این مفاهیمی رو که مطرح کردیم اینها رو نقل مجلساشون کنن تا صدایی که ما میخواستیم به همه برسه از دهان بینندگان عزیزمون به همه گوشا برسه و بتونیم همه با هم در اصلاح جامعه سهیم باشیم. آمین. تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر از محمد رفیع عزیز کارگردان محترم برنامه و فرید جان و محمد منیر عزیز و همه عزیزان محمد جان و احمد جان پشت صحنه و تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. تشکر.